و ایاک و بارک الله فیکم. یک لحظه برادر عزیز، میکروفون رو محکم کنید، خاموش کنید. برادر عزیز، من پیش از اینکه همه شما که صحبت کنم، شیخ معروف راسخ که صحبت کردم، برای اینکه به من یک برادر ارسال کردن 3 دقیقه سخنی معروف راسخ. معروف راسخ رد به سخنان ابو محمد مدنی گفته در یک کانال یعنی رسمی که رسمی شیخ است گذاشته است. البته کمتر سوی تفاهم شده است. شیخ کمی سخنی ما را خطا فهمیده است یا که به شیخ سخنی ما را خطا فهمونده است. بعضی ها برادرای تاجیک نه، برادرای تاجیکی که مسلمانایی که از تاجیکستان هستند نه، برادرایی که از افغانستان هستند سخنهای مرا خیلی خطا فهمیده شدند. نمیدونم سببش چی است. سبب چی است؟ شاید یگون لهجه را خطا فهمیدند، شاید بعضی ها از ما رنجیدگی هستند، شاید خیلی وقت است که میخواهند که به ما یگون رد زنند، از فرصت استفاده کرده شدند. سخن شیخ معرف راسخه من گوش کردم، در همین 3 دقیقه شیخ دو تا به ما اعراض گرفته هستند. من شیخ رو برآمدم فهموندم که این کاری که کردین خطا فهمیدین. من یکیش همین است که شیخ گفته هستند که بسیار تاجیک میگوید، این درست نیست. من به شیخ گفتم که چرا درست نیست؟ وقتی که مشکلی بر بالای سری مسلمان‌های تاجیکستانی است، وقتی که امروز پرابلم درباره موحدین مسلمین تاجیکستانی است، من هندوستان گفته گپ زنم و چی گفته گپ زنم؟ این مسئله که همونو به رفت داشت، من همونو به بسیار نومی همونو را گرفته گپ زدم. اگر این مسئله، این مشکلی، این کشمکش به بالای برادرهایی که در افغانستان هستند، پاکستان و هندوستان هستند، من درباره پاکستان و هندوستانی برادرای هندوستانی گفته گپ میزنم. این شرعا هیچ مشکلی ندارد. این قومگرایی نیست. من در حالت وضعیت مشکلی یعنی که مسلمان های تاجیک اهل سنت دارند درباره این گپ زده هستم. برای تاجیک گفته هستم. هندوستانی ها به این حادثه قطعی نیستند. این ملتگرایی نه. این کسی که نه ملتگرایی میگه این اولی نفهمیده است منهج دعوت، این جهل است. دویم مسئله که شیخ گفتن که شیخ محمد معرف راسخ گفتن که حفظه الله، ابو محمد در اینجا میگوید که انا عینا سخن شیخ امین است. ابو محمد در اینجا میگوید که در همون سخن 43 دقیقه گویا من گفتنی باشم که ای مردم تاجیک، اگرچه ما اختلاف نظر داریم بیایید یک جا شویم، وحدت کنیم گفته باشم. برادر همین ناانصافی نیست؟ برادرای موحده که شما کمتر گپ میفهمین تاجیکی را، فارسی را، در این همین سخنی 43 دقیقه من گفتگی را یک بار اگر نفهمین 2 بار به خاطر الله 3 بار گوش کنید. ما 10 سال است که در همین مسئله صحبت میکنیم که مقاله ها رساله ها داریم که کلمه التوحید قبل توحید الکلمه، کلمه لا اله الا الله پیش از وحدت می ایستد، پیش از یک جای شدن می ایستد. تمام وحدتی که در اساس اختلاف نظر است، در اساس لا اله الا الله نیست، در اساس توحید نیست، این وحدت کفر اکبر است. هر کسی که دعوت میکند که بیایید که اگرچه اختلاف نظر داشته باشیم وحدت کنیم، یک جا شویم، میگه این کافر مرتد است. این عقیده من است و این عقیده امروزه و دیروزه نه. این عقیده 10 سال است که الحمدلله در ما است. در این مسئله در درس های توحید چند حلقه ها کرده هستیم، گوش کرده هستیم. لیکن بعضی ها سخن ما را سوی تفاهم کردند، از این حالت استفاده بردند. گویا که من گفتنی باشم که اگرچه حکومتی ها، این دیگر حزبی ها یا مردم های ملحد و مجوسی و همه مخالف به هم دیگر باشیم، هم وحدت کنیم گفتنی باشم. اعوذ بالله، کسی که سخن به سر ما میزند از الله ترسد. فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم. صبر میکنیم و در نزد الله خصومت همش دیده میشود، جمع کرده و الله حکم میکند. نخود یک طالب علم اهل سنت رو، یک کسی که به توحید شب روز مشغول است، همین طعنه را به بالش زنید. من دیگر سخن کردم، جمله من دیگر است. من گفتم اگرچه بین ما اختلاف نظر است، به هم دیگر
ناانصافانه، ناعادلانه، متهمانه معامله نکنیم. و این منهج قرآن و سنت است که در همه حالت به عدل دعوت میکرد. من تمام مردم تاجیک دعوت کردم که اگرچه بسیار در بین تاجیک‌ها مخالفی عقیدوی نظری وجود دارد، ما اهل سنت هستیم. از یک طرف حزبی ها هست، از یک طرف حکومت است، از یک طرف اشعری است، صوفی است، قبوری است. ما گفتیم که به همدیگر ناعادلانه، بے انصافانه، متهمانه، حیوانانه بعضی ها معامله میکنن، معامله نکنیم. این منهج اهل سنت است. ابن تیمیه رحمه الله میگه که اهل السنه والجماعه اعدل الناس بالناس ارحم الناس بالناس. پیامبر صلی الله علیه و پیش از همه در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در عهد ابوبکر و عمر، به عدل، به انصاف، به معامله جوان مردانه که در اساس قرآن و سنت است و به عدل و انصاف است، یهود و نصارا قائل میشد به مسلمان ها. قرآن ما را دعوت میکند که در سخنهایتان عدل گوید. عموم عدل میکند در سخنهایتان عدل. و حیات پیامبر عدل است اگرچه به دشمن باشد. و ما عینا همین چنین آدم هستیم. ما به کسانی که اختلاف نظر داریم از عدل بیرون نمیشویم. ما اختلاف نظرمون به اشعری هست، به ماتریدی هست، به حزبی ها هست، به حکومت هست. اختلاف نظرمون رو ما در اساس قرآن و سنت پیش میبریم. از قرآن و سنت زیادتر با از خودمون زیاد نمیکنیم. عدل، قرآن و سنت. انا میگه قبضت. من گفتم که توجیک ها اگرچه به همدیگر اختلاف نظر داریم، عدل در بین همدیگر باید باشد. ناانصافی و بیعدلی و خباثت و متهمی نکنید. این آداب اسلام و قرآن است. چرا این سخن رو گفتم؟ برای آنکه ما میبینیم که در بین تاجیک ها بیعدلی، ناانصافی، متهمی، تهمت کردن یک چیزی عادی شده رفته ایستاده است. و انا همین دعوت من بود. دعوت من این بود که بله مخالفی، ناعدلی نکن. این سخن من چندین بار به آذری ها گفته بودم، به همون آذری های تاجیک. بله تو مشرک هستی، من تو را تکفیر میکنم، تو مرا یگان حکم دیگر مونده، مرا قبول نداری، اما ناعدلی، ناانصافی نکن، متهمی، کذابی نکن، منتج نکن. من در یک جا گفتم که امام شافعی رحمه الله اینها گرفته پاک میکنن، جاش به دیگر چیز ساخته. در مقابله و مبارزه، مثلا من کی گفتم در مبارزه کردن، مقابله کردن، یک بحث مناظره علمی کردن، حتی همین آذری ها عدل و انصاف رعایت نمیکنن. من مقصدم این بود که هم مردم کمتر از الله شرم دارن. آخر وقتی که ما به همدیگر مخالف باشیم، هم عقیده از همدیگر اختلاف نظر داشته باشیم، هم شما خیلی ناانصافی، کذابی، مرضی متهم نشوید. نخود اینکه سخنی که ما نگفتیم، چیزی که ما نگفتیم، شما بیاید به سر ما زدن گیرید. مثال من این سخن مثلا آذری ها بمیگم. آذری ها از نام ما ناعدلانه، متهمانه میگوید که امام شافعی را اینه و تکفیر کرد، لیکن دروغ است. صوفی ها میگوید که ابو حنیفه را این گفت، دروغ است.
این نوعدلی نوانصافی کفار قریش مشرکین قریش با پیامبر صلی الله علیه و سلم اختلاف نظر داشتند. حکومت قریشی ها و خود مردم قریش که مشرک بودند حال مسلمان نشده بودند با پیامبر اختلاف نظر اختلاف اعتقادی داشتند. اما وقتی که ابو سفیان به شام برای تجارت می رود، پادشاه روم ابو سفیان دعوت میکند و در حق رسول الله سوال میکند. ابو سفیان تهمت در حق رسول الله نمیکند، ناعدلی نمیکند، چیزی دروغ نمیگوید. این حدیث صحیح علما نقل کرده میگویند که قریشی ها مشرک بودند لیکن یک صفت خیلی هم عجایبات، یک فرهنگ خیلی هم عجایبات داشتند. دروغ نمیگفت، مخالفشان تهمت نمیکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرکو هرگز نگفت که تو دوز هستی، تو زنا کردی. یعنی کاری پیامبر نکرده را به سر پیامبر نزد. بله پیامبر مجنون گفت به خاطر سخنهاشون نفهمیدن، لیکن پیامبر طعنه به یگان کاری دیگر نکرد. نگفت که تو آدمی پست، تو دوز، تو این اون نگفت. سخنی که پیامبر نگفتند، عملی که پیامبر نکردند، مشرکین نگفت به سر پیامبر طعنه نزد. برای چی؟ اگرچه قریشی ها مشرک بود لیکن همچون یک انسان عدل انصاف داشت. عدل و انصاف این یک چیزی که هم در مسلمان هم در کافر شدنش ممکن است. ما هم مسلمان ها را هم کافر ها را به عدل دعوت میکنیم که به انصاف، به عدل. اگرچه اختلاف نظر، اختلاف عقیدوی داریم، دعوت میکنیم که نو انصاف و متهم و کذاب نباشید. انا این بود مقصد سخن من. این سخن من سخن منهجی است. این سخن من سخن موافق قرآن و سنت است. این سخن من سخن دعوتی است. این سخن من سخن موافق مذهب سلف صالح است. این سخن من سخن علمی است. اما ای کاش این سخن علمی مرا میفهمیدند. این سخن مرا کسانی میفهمند که ذره بوی از علم داشته باشند. ما آزری ها را به انصاف دعوت میکنیم. آزری ها چقدر تهمت میکنند در حق خود شیخ معروف راسخ، در حق خود شیخ عبدالظاهر داعی. محمد انصاری چقدر تهمت ها را کرد. ما نمونه میگیم که اگرچه اختلاف نظر داریم، ای انصاری آخر نو انصاف نشو، آخر کذابی نکن. به صوفی ها میگوییم اگرچه ما اختلاف نظر به شما داریم ای صوفی ها، اهل سنت به شما اختلاف نظر دارد، اختلاف عقیدوی دارد، لیکن شما نبیایید اهل سنت به بالاش دروغ مجسمه گفته، دروغ الله اینها انسان میگوید گفته، دروغ اهل سنت تکفیری گفته، دروغ ابو حنیفه را تکفیر میکند گفته. این دروغ گپا را نگویید. یعنی این نوعدلی، نوانصافی، یعنی شما هم اسلامتون از دست رفت، هم انسانیتتون، وجدانتون از دست رفت. بعض کافرها عدلش، انصافش از این قبوری ها، از این آزری ها دیده شاید بالا ایستد. گپ درباره عدل و انصاف است، نه درباره عقیدوی یک جا شویم شدن است. نه خیر نیست. امروز ببینید مردم چقدر میخیزند تهمت و بهتان به کی خواهند کردن میگن. این سخن من به حکومت تاجیکستان و به دیگر همه حکومت های طاغوتی است که اگرچه اختلاف نظر مسلمان ها به شما دارند، مسلمان ها شما را کافر و مشرک میگویند، لیکن شما از حد گذشته مسلمان ها را بالعموم بد نشان داده، زن و مردش برده تجاوز کرده، محکم کرده، تروریست گفته. احمقی نکنید که غضب الله به بالای شما می آید. عدل و انصاف کمتر روایت کن. سخن شیخ الاسلام معلوم است. چی میگن؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن که
ان الله ینصر دولت العادله ولو كانت کافره. الله نصرت میدهد، یعنی علما میگن که یعنی الله نصرت میدهد یعنی عمرش دراز میکند. به این معنی خودتون میفهمونید. الله نصرت میدهد یک دولتی که عادل باشد، عدل و انصاف داشته باشد، اگرچه کافر باشد. این سخن ابن تیمیه معلوم است در باب سیاست شرعی. عدل اینقدر چیز مهم، عدل را اینقدر الله دوست می‌دارد، ظلم اینقدر الله بد می‌بیند که یک حکومت اگر حکومت کافری هم باشد لیکن عدل 100% قرآن و سنت نباشد، عدل 100% نمیشه، لیکن نسبتا عدلش باشد، همین حکومت عمرش کمتر درازتر میشد، یک بار نابود نمیشد. اما دوامش به ابن تیمیه میگن که ان الله لا ينصر الدولة الظالمه ولو كانت مسلمه. الله دولت ظالم رو نصرت نمیدهد اگرچه این دولت مسلمانی باشد، اگرچه این دولت مسلمانی باشد. میگن یعنی الله سبحانه و تعالی به خاطر عدل یک حکومت کفر کمتر عمرش دراز میکنه، به خاطر ظلم یک حکومت اسلامی را نابود میکنه. برای چی؟ برای که الله ظلم بد میبینه. این سخن ابن تیمیه رحمه الله است. برای همین ما هم مردم دعوت کردیم و بار دیگر دعوت میکنیم که اگرچه اختلاف نظر داریم، ای مردم توجیک، اگرچه اختلاف نظر داریم، ما از یک طرف حکومت، از یک طرف به نام مخالفا که حزب های گوناگون است، از یک طرف اشعری، ماتوریدی، جاهل ها، بی‌طرف ها، و از یک طرف دیگر اهل توحید، اهل سنت و الجماعه، یعنی مختلف انسان ها خیلی گوناگون هستند، جماعت ها گوناگون هستند. ما دعوت همه شما رو میگیم که دعوت به انصاف، به عدل میکنیم. دهنم هست گفته هر گپ نگو، الله غضبشو تیر میگیره. همین گپ گفتیم. کجای این سخنی ما کفر است؟ کجای این سخنی ما بیاید یک جا شویم گفتن است؟ افسوس بعضی ها فهم و درک ندارد، علم ندارد، سخن نمیفهم. فهمیدید مقصد چیست؟ عدل. شری متردی هم میگیم عدل به دعوت میکنیم. همین عذری ها هم عدل به دعوت میکنیم. اگر همین نامردا عادل شود، نیم زایدش حق میفهم. بسیاری این گمراه ها در گمراهیش پایبند ایستادنش سببش این است که اینا ظالم خبیث، از سبب ظالم بودنش حق نمیفهم. آدمی که عدل دارد، عدل میخواهد، این عدل خواه آیسته 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 رفته حق مییابد. که به نمینجاست. فهمیدید؟ ما شخصا، ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت، ما عدل در همه مورد رعایت میکنیم. عدل هم در بالای موحدین، هم در بالای کفار مشرکین. عدلی که الله و رسول تعلیم داده. از پیش خودمو عدل نمیسازیم، از پیش خودمو ساختن کفر و شرک است. عدل گفته کفار مشرکین و مسلمین برابر کردن کفر و شرک است. عدل همون چیزی که در قرآن سنت است. به مانند اینکه یهود و نصارا اهل ذمه میتوانند، مجوسی ها میتوانند در یک حکومت اسلامی، چه خیلی که در زمان عمر بودند، چه خیلی که در قرآن است، اهل کتاب زندگی کنند. عدل است یا نیست؟ بله عدل است. عدل در زیر قرآن سنت است. و این چنین ما یک چیزی که کفار و مشرکین نگفتند به اونها نسبت نمیدیم، دروغ اونها را طعنه نمیزنیم، تهمت نمیکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که عدل داریم. اهل سنت نمیخیل است. مقصد من این بود. لیکن بعضی کسا غرض قلبی که داشتن والله اعلم سخنی مرا خطا فهمیده، یک بار برآمده همین خیلی فتنه را ایجاد کردن. ای کاش کمتر فکر میکردید پیش از فتنه کرد. ای کاش کمتر 2 مرتبه سخنی مرا گوش میکردید که من چی گفتم. سخنی مرا فقط شما نه، از برادرهای موحدین تاجیکو 10 طالب علم گوش میکنن. من تا 10 طالب علم میفرستم، میگن بله بله یگون جای مشکل نداره.
آدمی به عقل میفهمد که سخنی من یک سخنی عمومی است، عمومی. من چرا کمی هر یک سوال به کمی زیادتر گام میزنم برادر عزیز؟ من فقط مقصدم همین سوال به جواب دادن نه، یک کس رد زدن نه. من میفهم که همین سوالی که وقتی که شما دادید یک باره به شما یک منهج، به شما منهج اهل سنت در همین مسئله تعلیم تیم فهمید بالاخره. من فکر کردم که در مسئله عدل اهل سنت و جماعت ناعدل نباید باشد. اوزیری زدید ناعدلی نکنید، اشری مطردی زدید ناعدلی نکنید، کفار مشرکین زدید ناعدلی نکنید، حزبی های زدید ناعدلی نکنید. چیزی که در اونها نیست به اونها دروغ و تهمت در اهل سنت وجود نداره. چیزی که هست هست، بله همون به حکم میکنه. ملک عدل به رعایه میکنه، دیگرها عدل به رعایه نمیکنند، دیگرها انصاف ندارند. نه انصاف زبانی، نه آداب و اخلاق و عدل زبانی، نه عملی، هیچ چیزی. مثلا محمد اقبال حزبی مرا به یک بحثی خطر تکفیر دعوت کرده است. میگوید که با آداب و اخلاق صحبت میکنه، میگه آداب و اخلاق عدل است، لیکن در همون سخن درونش من عروس میگه، من عروسک میگه. مرا دعوت کرده است به یک بحث و مناظره علمی که خطر تکفیر به، یعنی بحث مناظره نه، یک صحبت دینی به دعوت کرده است که نظری مرا در باب خطر تکفیر فهمد. با خودش میگه که با آداب و اخلاق صحبت میکنیم. گفته است یوتیوب نوشته است که ابو محمد مدنی ملعون. همین است عدل، همین است انصاف. اگر تو من بحث و مناظره به دعوت کردنی باشی یک، یا اگر تو خواهی که در همین مسئله خطر تکفیر ما همراه تو در گروه تو به مردم صحبت کنیم، یا در مسئله دیگر مسائل غیر از مسئله تکفیر دیگر مسئله ها به ما همراه تو صحبت کنیم، یعنی رویم صحبت کنیم، هیچ مانع ندارد. پیامبر صلی الله علیه وسلم درون گروه ها به می در آمدند، گروه های مشرکین به غیر مشرکین به دعوت میکردن، بو که نداره. من اگر چی تو را مشرک میگم، تو را کافر میگم، میرم همراه صحبت میکنم، لیکن عدل کجاست؟ انصاف کجاست؟ تو میگویی با آداب و اخلاق ما همراه تو صحبت میکنیم، لیکن همون وقت خودشنده من عروسک میگویی، من مرد زن میگویی، لعنت رسول الله به گرفتار میشی، تهمت میکنی، همون سخنت با منتشر میکنی که بیا ابو محمد مدنی ملعون، تو من لعنت میکنی. این خیلی عدل است. ما نه اینو میگیم که اگرچه اختلاف نظر داریم، مگر همین است. برای همین است که این مخالفا هر قدمشون شکسته، هر برنامهشون شکست خودشون است. برای چی؟ برای که عدل نداره. برادر عزیز، اهل توحید، اهل توحید خوب دقت بکنید. اگر من و شما هم ای مسلمان ها، ای اهل سنت، ای برادرهایم عدل نکنیم، عدل بر رعایت نکنیم، ما هم شکست میخوریم، ما هم نابود میشیم. عدل ضرور، عدل خیلی ضرور. رحم، عدل چیزی خیلی مهم. الله میگه که ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین ها بوده به رحم کنید، الله شما رحم میکنه. عدل، انصاف. من وقتی که میگویم که فلان جماعت کفر دارد، شرک دارد، همین سخن در اساس قرآن و سنت میگم. اگر قرآن و سنت نباشد نمیگوییم ما همین سخن. قرآن و سنت بحث میگیم، این عدل است. چیزی که در قرآن و سنت است عدل است. اما ما تا به حال آیا یگان همین حکومتی را، یگان آزیری را، یگان صوفی را، یگان حزبی را که مرد باشد و ما گفته باشیم که تو عروسک هستی، تو زن هستی، تو مرد نیستی، تو زنی، تو عروسی، همین گپا رو ما گفتگیم؟ نه، مرد میگیم. تو مردی، بله تو مردی، ظاهرا مردی، لیکن مشرک. فهمو شد؟ مقصد سخنی من فهمو شد برادر عزیز؟
انا این بود مقصدی. السلام علیکم. و علیکم صدا داره؟ السلام و رحمت الله. بله برادر عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. بفرمایید. استاد، یک نوار شما را گوش کردم که 40 دقیقه بود و دیگه یک کلیپ کوتاهتون را گوش کردم که یکشان در مورد شیخ محمد معروف را و یکشان در مورد استاد دایی بود که گفته بودن ابو محمد انصاری و فاتح و امثالهم از شما تقاضا میکنه که مسیرتان را مشخص کنید و ما از شما طلب میکنیم که شما مسیرتان را مشخص کنید. اگر مشخص نمیکنید مذبذب هستین. و دیگه در یک کلیپ دیگه تان که گوش کردم واقعا شما دوباره در نوار صوتی خودتان مرور کنین، این دوباره هم را گوش کنین. دیگه میگین که به ملت تاجیک بجز خودشان کسی دلسوز نیست. یعنی معاذالله علمای ربانی اهل سنت خصوصا سلف صالح این کارا نمیکنن که جوان را به گمراهی بکشونن. این فهم مثلا غلط شما است. این فهم برادر عزیزم، این فهم غلط شما است. من نگفتم که به ملت تاجیک بجز ملت تاجیک دیگر کس غمخور نیست. من گفتم که به ملت تاجیک بجز مسلمانان اهل سنت و الجماعت دیگر کسی غمخور نیست. ببینید جمله‌ای که من گفتم و جمله‌ای که شما از سخن من فهمیدید چه غلط است، چه خطا فهمی میکنید. یک کس خیر بیاید یک لحظه بیادبی نکید که من در ماه رمضان خسته هستم، به درون گپ در اومدن نگیرید. خواهش میکنم یک کسی که طالب علم است بیارید همین مسئله به من گپ زند. شما یک کسی که شاید علم ندارید یک عالمتونه بیارید، همین عالم جماعتتونه، عالم دیگرتونه که من همین گفته سخن من گیجاش خطا است دلیل بیارم. من با میگم به ملت تاجیک بجز مسلمانان اهل سنت و الجماعت دیگر هیچ کسی غمخور نیست. به ملت افغان بجز مسلمانان اهل سنت و الجماعت دیگر هیچ کسی غمخور نیست. به هر ملت، هم تاجیک، هم ازبک، هم افغان، بجز مسلمانان اهل سنت و الجماعت دیگر هیچ کسی غمخور نیست. دیگرها فقط سوی استفاده میکنند. قبوری ها به قبورگی میبرند، اشعری ها به عقیده خودشون میبرند، حزبی ها به تظاهرات و مردم خیزاندن و کشاکشی و کرسی خود میبرند. حکومت هم به خاطر کرسی خودش استفاده میبرند. یگانه قومی که یا یگانه مردمی که به مردم نیکی میخواهد، مردم این دنیا و آخرتش خوب کردن میخواهد، این اهل سنت و الجماعت است. ما موحدین هستیم. ما وقتی که مردم تاجیک رو، تاجیکستان رو یا افغانستان گجای نباشد دعوت میکنیم، مقصدمون به واسطه مردم کرسی به رفته شیشتن نیست. مردم کشته و مردم استفاده برده و رفته کرسی طاغوتی به نشستن، ما این کفر اکبر شرک اکبر میگیم. ما وقتی که مردم دعوت میکنیم از مردم اجر، پاداش، رحمت نمیخواهیم. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. یگانه کسانی که انا همین تاجیکو را اگر درباره تاجیکو گپی من زدگی ما گویم با تاجیکو گم در تاجیکستان به غرض دعوت میکنند، به غرض این مردم خوبیش میخواهند، نجات و سعادتمندی این مردم در این دنیا و آخرت میخواهند و هیچ عوضی نمیخواهند. این انا من اهل سنت و الجماعت، طالب علمان اهل سنت انا من ما هستیم. مقصد سخنی من این بود و این سخنی من بجز جوهلا، بجز غرضداران، بجز کسانی که غرض قلبی دارن، من نمیدونم این غرض برای چی است. دیگر هر یک آدمی که عقل دارد، انصاف دارد، عدل دارد میفهمد. و این سخن من یکم بار نگفتم که خیر، من این سخن 10 سال باز میگم، با میگم تا روزی که زنده هستم من میگم.
من از همین قوم هستم، به همین قوم خطاب کرده میگم که ای قوم، یکتاپرستی به چنگ زنید، لا اله الا الله به چنگ زنید، طالب علمان اهل سنت گوش کنید و قبول کنید. بجز طالب علمان اهل سنت دیگر هیچ کسی به شما خیرخواه نیست. دیگران شما را استفاده میکنند، به زبان روسی اسپولزوت میکنند. ما فقط همین ما هستیم که طالب علمان اهل سنت وقتی که شما را دعوت کردیم، شما را به مقصدهای ناپاک دنیوی، طاغوتی، کفری، شرکی استفاده نمیبریم. ما شما را مردم استفاده نبردیم، نمیبریم. ما میخواهیم که اعبدوا الله ما لكم من اله غیره را قبول کنید. یگانه الله عبادت کنید، غیر از الله دیگر الهی ندارید. به سوی خیرخواه ها بشتابید. ما خیرخواهیم، به سوی ما بیایید، به ما شوید. اهل توحید کتی توحید قبول کرده همراه ما شوید. ای مردم، دیگرها شما را استفاده میبرد. یک قسمی هست که تو را میخیزاند، دعوت میکند و میگوید هر خیزید تظاهرات کنید. تظاهرات هم ده. اولا تظاهرات به خاطر چی کردی تو نمیدونی. تظاهرات به خاطر الله و رسول بود یا نبود؟ نبود، نفهمیدی، مردی و حرام برفتی. حکومت تو را مسلمان ملا را برآورده، سرت به صله مونده، منبر داد، مسجد داد، مردم مرحمت مسجد بیاد گفت. شما فکر نکنید که اونها میخواهند که شما مسلمان شوید و توحید فهمید و ماشاءالله تبارک الله موحد شوید. نه، این هم حکومت های هم ملا را استفاده میبرد، طاغوت پرستی میکند. اینا همیش طاغوت پرست است و بعد از این شما را به مسجد جمع میکند تا که شما را هم گمراه کند، تا که شما هم طاغوت پرست شوید. کی خیر خواست؟ مربوط همه مردم از دعوتی که به سوی اسلام میکنند به فایده نفس خودشون استفاده برده ایستادن، بجز ما اهل سنت و الجماعت. برای ملت تاجیک بجز ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت دیگر خیرخواهی نیست. یگانه خیرخواه به ملت تاجیک انا همین طالب علمان اهل سنت موحدین، انا منها هستند که این مردم استفاده کردن و نابود شدن و کفر شرک با آمیخته شدن میخواد. انا مینه من گفت و این فقط به مردم تاجیک. برای من چی فقط مردم تاجیک بگفتم؟ برای که خطاب من همین مردم بود و این بالعموم است. به عرب ها هم بجز علمای اهل سنت دیگر هیچ کسی غمخور نیست. ببین عرب چه خیلی استفاده میبرد دیگرها. اشعری را بین، ماتریدی را بین، طاغوت بین، مدخلی را بین، حزبی را بین، عرب ها را چه خیلی استفاده کرد. اخوان المسلمین در مصر بین چی کارای نکرد. ربیع العربی گفت مسجد رابع گفت چند هزار آدم مرد. نتیجه چی شد؟ به خاطر سر قدرت آمدن هزارها آدم مردند. نتیجه چی شد؟ مگر امنا خیرخواه مسلمان ها به خاطر توحید این دنیا و آخرت بودند؟ مدخلی ها پیدا شد، امروز شب روز حرکت میکند، منتشر دنیا شد. آیا منها خیرخواه هستند؟ نه. در همه قوم، در همه ملت، خواه تاجیک، خواه فارس، خواه ازبک و عرب و عجم، در همه وقت فقط یک قسم از مردم خیرخواه است. فقط یک عده، همه نه. همین طالب علم علمای اهل سنت دیگه هیچ کس خیرخواه نیست. دیگه همه مردم استفاده کردن میخواد به خاطر کاربار خودش. اما علما، طالب علم ها، مردهای صادقین اهل سنت و الجماعت همیشه توحید مسلمان ها را فکر میکنند، عاقبت انسان فکر میکنند، جنت فکر میکنند و از مردم نه پول میخواهند، نه منصب میخواهند، نه تجارت میخواهند، نه کرسی طاغوتی میخواهند، نه ملای طاغوت شده میخواهند. مقصد من این است. دعوتگر وقتی که دعوت عمومی میکردن این چنین دعوت، لیکن افسوس که جوهلا این گپ فهمیدنشون به وقت لازم است، علم لازم است.
فهمیدید؟ بله. سلام علیکم الله و برکاته. الله حفظتان کنه شیخ. الله به شما شفای کامل و عاجل دهد. اگر اجازه باشد یک سوال داشتم. بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. خب سوال یک سوال است اما تفصیلاتش است که دوسته نمود انشالله که اگر خطای کردم از یاد من است. سوال همین است که آیا همین انسان چرا که میدانیم همه که به وسوسه شیطان ما گرفتار میشویم، آیا حالتهایی هست که انسان به وسوسه شیطان خودش به همین گناه مبتلا شود، یعنی گناه رو انجام دهد؟ این یک سوال است. بعد همیش در ماه رمضان آیا راست است که شیطان ها یا جن ها بستگی هستند؟ و آن خاطر که این رفتم که چون که در رمضان انسان ها هستند که به گناه، یعنی که دچار گناه میشوند. بعد همین سیمش این که انسانیت وقتی در حق یک کس گمانی بد میکنن، مثلا تو مقصدی تو دیگر چیز است رو میگویی او خطا میفهمد، آیا این از حسابی وسوسه شیطان است فکری او هم در همون فکر واسه شیطان واسه میکند او رو به فکر خطا ببرد، یا اینکه از حسابی کم عقل بودن انسان، یعنی که از حسابی که جاهل است در همون باب، یعنی خطا میفهمد؟ جزاک الله خیرا. الله یستان کنه. الله شما را حفظ بکند. خواهر عزیزم، من همه سوالتون شاید در یادم نماند، کمی مریض هستم که کمی سرم هم در حالت وزنین است. یکم سوال شما از دویمش شروع بکنیم، یکمش ببینید. فراموش آیا یک جن ها؟ شاید آیا انسان تنها فقط به وسوسه شیطان گناه رو انجام بله، میدهد یا اینکه به فهمیدم وسوسه شیطان هم انجام میدهد؟ فهمیدم. ببینید، ما غیر از شیطان، بله پیامبر گفتن که این شیطان یجری مجرى الدم، شیطان در درون انسان در راه خونگرد در درون خون شما، رگ شما دور میزنه، وسوسه میکنه. شیطان قسم خورد به الله، گفت فبعزتی که لاغوینهم، قسم به عزت توی هستی الله، من اینها رو گمراه میکنم همشون. الله گفت این شیطان لکم عدو مبین، شیطان برای شما عدو مبین است. شیطان کار خودش میکنه، لیکن ما در آیات قرآن میدونیم که غیر از شیطان ما با نفس داریم. نفسی مطمئنه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه. نفسی مطمئنه داریم. بعد از این نفسی لوامه داریم. نفس اللوامه میگه الله سبحانه و تعالی. نفسی مطمئنه، نفسی مؤمن موحدی یقین کرده. نفس لوامه، نفسی که شما را ملامت میکند به کار گناه. و بعد از این نفسی امارتون بالسوء داریم. سه نفس. نفس سوم ما چی است؟ امارتون بالسوء. امارتون بالسوء شما را امر کرده میستد، شما را به کارهای بد برده میستد. نام اینا نفس میگه. هوا و هوس و نفس به زبان تاجیکی ما. باور بکنید ضرری انمین نفس به بعضی از انسان ها از ضرری شیطان هم بدتر شده است. یعنی نفسن که این جاهل است، توحید ندارد، شیطان که کمی اینا کمی وسوسه کرد، باقی مانده کارهای نفسی میکنه. انا که جواب مختصری شما از اینجا فهمیدید بالعموم، لیکن مختصر بگویم غیر از شیطان، غیر از وسوسه شیطان، انسان باز نفسی امارتون بسو دارد که سبب گمراه شدنش انمین نفس هم میشه. البته شیطان انسان رو به واسطه نفس، انسان شیطان هم اومده راست تو نه، شیطان هم به واسطه این نفس انسان با گمراهی بمیبرد. انا کنون در ماه مبارک رمضان آیا صحیح است که شیطان ها و جن ها یعنی کفارش بسته شده هستند؟ بله، پیامبر صلی الله علیه و آله میگن، ما ایمان میاریم که میگن که اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنه و اغلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. وقتی که ماه مبارک رمضان داخل شد، در جنت کشوده می شود و درهای دوزخ بسته می شود و شیطان ها زنجیر بند می شود. صحیح است. اما سوال اینجا که پس چرا بعضی از انسان هایی که خودشون مسلمان میگن باز در همین ماه مبارک رمضان شیطان بسته شده است، لیکن زنا میکند، شراب می نوشد، با آدم نمیشد، شیطان رفت این باید مسلمان میشد که؟ برای اون که این نفس ویران است، این هوا پرست شده است. برای اون که نفس امارت و سو
نفسش به سر این طاغوت شده است، نفسش اله این شده است، نفسش اینه کنترل میکنه. همین مشکل است. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا. الله استاتون کرد اینش سیمش بود که یعنی که فکری بد هم یعنی کردن در حق یک شخصیت، یعنی تو دیگر چیز میگویی او خطا میفهمه سخن تو رو، این هم از روی شیطان وسوسه شیطان است. بارک الله فیکم. اما در مثلا اینکه شما یک انسان یک سخن میگوید، دیگرها از سخن شما دیگر چیز میبردارند، در اینجا یک چند چیز است. اینجا یک سبب یک نمیشه. اینجا میشد که سبب جهل باشد. سخنهای علمی، سخنهای قویه، بسیار آدم‌هایی که علم ندارند فهمیده نمیتوانند و برعکس یک جانبی بد کتی میفهمند از سبب جهل. اساسی از همه زیادترین سخن انسان خطا فهمیدن از سبب همینه که یک انسان به سخنش خطا فهمیدن سببش این است که انسان گوش کننده جاهل است، جاهل به شریعت است، جاهل به منهج است، جاهل یا در حق همون انسان است. از سبب جاهل بودن سخن ظاهر آشکار واضح خطا فهمیده رفتن میگه از سبب جهل، یا که از سبب بدبینی دارد، خصومت دارد، همین آدم گنده میبیند سخن حق گویدن با باطل بمیبرد، سخنش این خیل نباشدم آشکار و واضح تهمت میکند. از سبب حسد بسیاری ها به آب روی بعضی از انسان ها مثلا شاید حسد کرده میسودند، غضبشون میومد، حسد میکردند، از همین فرصت استفاده برده سخنها رو دیگر خیلی فهمیده میخواند که عزت یک انسان، آبروی یک انسان زیر پا کنه. این خیلی حادثه و همین خیلی سبب داره. والله. جزاک الله خیرا. الله استاتون کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین شیخ؟ الحمدلله والله خوب است. شیخ، یک زن که مسلمان باشه باز مرتد شوه نکاح مجدد صورت نگیره یا خیر؟ نکاح مجدد صورت نمیگیرد، خیلی که در زمان پیامبر یا بگویم در زمان صحابگان بعضی از مرتد شده ها توبه کردند و بازگشتند، زنهایشان به آنها گردانیده شد بدون نکاح. بدون نکاح. بارک الله فیک. زنده باشین. چون بعض از سید ما شنیدم که گفتن نه باید بهتر از گفت اگر نکاح شد بهتر است. بعض خاطر مسئله بهتر شده دلیل تفسیر بیارن. کنه. چرا اگر این بهتر باشد چرا صحابه ما بهتر نکردند و پستر کرد؟ ما حالا از پیش مختصر خودمون جو میتونید استاد شما الحمدلله خوب است یک شرح میتونید ولی شرح نمیتونید. مشکل این است که مثلا هر یک چیز ما بهتر است گفت از پیش خودمون رفتن بگیریم چی میشد؟ دلیل در زمانی ببینید من یک مثال بیارم. مختار ثقفی گفتن یک انسان بود بریده واقع شد، با عبدالله ابن زبیر جنگ کرد، بعد از این گشته مسلمان شد، زنی دو سه زن داشت، یک دو زنیش البته قتل شدگی بود، یک دیگر زنهاش گردانیده شد بدونی. این خیلی قصه ها خیلی زیاد است. در مانع الزکات حضرت ابوبکر صدیق به مانع الزکات جنگیدند، به اونها را تکفیر کردند، اونها توبه کردند، البته زنشون یک بار گردانده ندادند در زمان ابوبکر صدیق. در زمان عمر رضی الله عنه همه اون کسانی که مرتد شده مانع الزکات، مرتد شده، جنگ کرده، شکست خورده، توبه کرده بودند از ریده، صدها نفر در زمان عمر رضی الله عنه زنهایشون و کودکانشون به اونها داده شد، یگان نکاحی نشد. بارک الله فیکم. ما چی بگویم در این؟ هم قصه ابوبکر هم قصه عمر و این حادثه خیلی زیاد در زمان صحابه شده است. بارک الله فیکم. بله مشکل الحمدلله. میتونیم بگیم که بهتر است. بهتر است گفتن به دلیل در است. درست، زنده سلامت باشین استاد. یکی شیخ عزیز البته نمیفهمم گفتنش درست است یا نه، همین که اکثریت این اساتیدی که ما میرم در لایفشون میبینم بیشتر میکروفونا رو بسته میکنن، حتی یک تو خودشون بالا میرن سخن میگن بعد جواب هم بسیار کوتاه میتن میره. اما شما اینجا ما میبینم بیشتر وقتا که این جوابا رو بسیار همون تو 3 ساعت 4 ساعت تا مونده میشین شرح میتین تمام سوالا رو و یک هفته میشه که بیشتر وقتتون فقط صرف همین مسائل میشه که اتفاق افتاده است. حتی سوالای ما هم باقی مانده است، نمیشه سوال کنیم.
با مو خاطر گفتم همین اشخاصی که میان همین رقم سوالات میپرسن در همین بابی که اتفاق افتاده است، گرچند کتاب نوشته کردن یا هر چیز همیاره بهتر نیست مثلا جوابشون نمیفهم، باز خودتون بهتر میفهمین، چون بسیار وقت ضایع میشه در بله سر همین مسائل. سوالای ما باقی میمونه. حق است برادر عزیزم، حق است. به من بسیار برادرها، بسیار علما و طالب علم ها نصیحت کردند به من که برادر عزیزم به نمین چنین انسان هایی که میوند و کشمکش میکنن جواب نگوید. من نصیحت این برادرها را، نصیحت این علما را و طالب علم را و نصیحت شما و دیگر برادرهایی که خواهش میکنین من قبول کردم. لیکن من والله چرا خواستم که 2 روز به همین بعضی از جوانهایی که از افغانستان هستند یک کمی بحث و مناظره داشته باشم. یک کمی سخت نه، والله سخت نگرفتم. خیلی به نظر خودی من، البته من نظر خودم میگم، به نظر خودی من خیلی بر رحم من معامله کردم. من اگر کمتر سختتر میرفتم دیگر خیلی کارها را میکردم، کار اینو بیزه پیشش ممکن بود، لیکن بر رحم کار کردم. سبب چیست؟ سبب این است که این جوانها باید آموزند، این جوانها باید دانند که علم ندارند. این جوانها همون جوانهای نیستند که تقدیر امت انمی 4-5 آدمی که علم ندارد و جاهل است اینها حل کند. نه، اینها باید فهمد که اینجا علم است، اینجا گپ است، اینجا دیگر کارو هم هست. من خواستم به اینها فهمونم و به دیگر برادرها فهمونم که برادر عزیز در مسائل شرعی عجله نکنید، در مسائل فروعات تکفیر نکنید. منهج اهل سنت همین است. اگر اختلاف، من ده ها دلیل ها را دیروز آوردم که ده ها دلیل آوردم که حضرت علی را آوردم و غیر و غیر را آوردم که در مسئله فروعات در زمان صحابه در مسئله سیاست اختلاف وجود داشت. مثلا با یک دلیل دیگر بیارم، در زمان حجاج ظالم سعید ابن جبیر خواستن لشکر گرفتن و زدن، قسمی از سلف گفتن که کار این آدم خطا است، درست نیست، یکی تکفیر نکردن، همدیگری را تکفیر نکردن. ما تا زمانی که منهج کتی نرویم ما پیش نمیریم. من همین میخوام به برادرهایی که کدام کسی نباشند، خواهرها، برادرها، به همه باید فهمونیم که برادر عزیزم ما تا زمانی که همه کارمون در اساس منهج، در اساس علم نباشد پیشروی نمیشود، نصرت قرآن و سنت نمیشود. برای من 1-2 روز بحث کردم. من فکر میکنم چقدر برادران و خواهرها از این چیز استفاده بردن، ان شاء الله میفهمیدگی و فهمیدن مصلحه و مفسده را. ما گشته و برگشته بیان کردیم که این یک منهج اهل سنت است که در اصول دین مصلحه و مفسده گفتن این درست نیست، اما در مسئله فروعات سیاست همیش در اساس مصلحت مفسد است. خصوصا سیاستی که در اصول ربط به اصول دین ندارد، سیاستی که ربط به اجتهادی و فروعاتی است، همه این سیاست باید در اساس مصلحه و مفسده باشد. والله اگر حکومتداری اسلامی در اساس مصلحه و مفسده است و قاعده عموم است، مصلحت العامه یقدم على مصلحت الخاصه. چی معنی دارد این؟ مصلحه فایده عامه مسلمان ها، اکثر مسلمان های فایدیش از یک مصلحه مختصری جماعوی کوچک، از یک مصلحه خاص دیده پیش می ایستد. این قاعده اجماعی اهل سنت است. یعنی ما یک کاری که میکنیم مصلحه همه مسلمان ها را باید نظر بگیریم. اگر همین کار مخالفت به مصلحه و فایده همه مسلمان ها باشد، فایده فقط به یک عده کم باشد، این کار کردنش درست نیست. این مذهب است، مذهب اهل سنت است، این در اساس قرآن و سنت است. این قاعده معروف و مشهور است. سوال استاد عزیز، اکثریت اینا رو که من میبینم غرض دارن، خب دفتر که حتی حال مرم تکفیر میکنن، شما رو در کنار ما انداختن. یه گرچه مهم هم نیست، اگه ما هم زیاد اهمیت نمیدیم، خب یک روز قیامت هم هست، بالاخره باید جواب بدن تمام کارهایی رو که میگن، سخنایی رو که میگن. اینا اکثریتشون دمی بیشتر نمیفهمم، حالا این گروس یا دیگه هستن
مردمی که در افغانستان در میدان هوایی، در دروازه میدان هوایی، اکثریت کسایی که بودن ترجمان بودن، مثلا پدرایشان یا فرزندشان، خودشان هم تا نبودن، بیشتر کسا هم ترجمان نبودن، فقط میخواستن قصد رفتن داشتن، چون جانشان در خطر بود. وقتی که زمانی که طالبان اومدن خیلی ها را میکشتن، کسایی که حتی یک جای یک کارمند بسیار عادی هم بودن قصد کشتنشون داشتن و کشتن. اما اینا میگن نه، ما بر اساس اینکه همون کل و ترجمان بودن، مشرک بودن، یعنی همون یک فرزند نفر، پدرش پسرش که ترجمان بوده در دولت کار کرده، کل را میگه باید کلش کشته شه، مشرکین هستن. ما در این باره ازشون پرسان کردم، بیشتر همین سوره را که میگه قتل کنید بکشید هر جای مشرکین، اینمی چیزا را فقط بر ما ارائه میتن، دلیل دیگه هم نمیارن. یعنی مثلا مطلب من اینه که اگر قرار باشه ما با یک حدیث و با یک قرآن حکم بتیم مثلا، یا هر کس و هر چیز انجام بدیم، که این رقم بسیار فهمیدن قرآن و حدیث آسان است، هر کس به فهم خود هر کاری که خواست انجام میده. این رقم عرج و مرج به وجود میاد. این البته ما قدر علمیت ندارم، شاید فقط همون دیدگاه خودم، همون چیزی که خودم میدونستم الله گفتم، شما را حفظ کند صحیح برادر عزیز. نیست. من به شما میگم و به مثل شما دیگر برادرها میگم که شما الحمدلله علما دارید. شیخ عبدالظاهر داعی زنده و سلامت هستند، شیخ معروف راسخ زنده و سلامت هستند. این مسئله هایی که خاصی همون منطقه شما هست، رفته از این مشایخ پرسید. این قومگرایی نیست. این در علم اصول فقه وجود دارد که هر یک عالم به همون منطقه خودش علم الواقع میگد، یا که فقه الواقع میگد، فقه واقع دارد. بعض از جاهل ها وقتی که من درباره تاجیکستان که فقه الواقع دارم، یعنی فقه واقع چی؟ واقعیت فهمش دارم، حالت ها را میبینم، گپ زنم، ملیگرا گفتند و احمقی کردن. لیکن در علم اصول فقه همچین است که هر یک عالم داننده واقعیتی انا همون منطقه خودش است. در باب نازک ها، مسائل نازک افغانستان من صحبت کردن نمیتوانم. من این مسئله را به شیخ عبدالظاهر داعی و معروف راسخ میگذارم که این مسئله را از مشایخ پرسید، حل کنند مسائل دقایق بین خودتون. اگر سوال کردید، اونها برای چی من میگم؟ برای که اونها ادرا، اونها داناتر از من هستند در مسئله او مشکلی که اونجا هست، اکراه هست یا نیست، اونجا چی واقعه، کدام گروه ها، کدام زد و خورد، کدام کشاکشی. من والله در حقیقت میگم که علمی کافی ندارم در باب افغانستان. ما وقتی که عمومی گپ میزنیم در باب افغانستان فقط توحید به دعوت میکنیم، اما مسائل جزئیات افغانستان به در آمدن نمیتونیم. جزئیات برای چی؟ برای که این مسئله به خودی همون مردمی که هست و به خصوص علما به مانند او دو مشایخی که گفتم و دیگر علمای اهل سنت اگر باشند، اینها ادرا، اینها باید این مسائل حل کنند. الله شما را حفظ میکند. اما در مسئله این که یک سخنی با عجایبی که شما گفتید خیلی سخنی مفید بود، فراموش کردم سبحان الله، عصبی درد سر. یک سخنی عجایب گفتید که، لیکن من میخواستم به همین سخن شما تعلیق کنم. سخن خیلی خوب بود که میخواستم سخنم، یعنی بله، تکفیر میکنن. برادر عزیز، تکفیر همون وقت حق است، تکفیر همون وقت عبادت است، تکفیر همون وقت سبب رضا شدن الله می شود، تکفیر همون وقت سبب نصرت دین می شود که تکفیر حق باشد. تکفیر در اساس قرآن و سنت باشد. تکفیر در اساس تهمت، در اساس یک بدبینی شخصی، تکفیر در اساس فروعات نباشد. مرا میگن بسیار مردم میگن که تکفیری هستی، لیکن والله قسم به الله تا به حاضر ما تکفیری هوای و هوسی، تکفیر در فروع، تکفیر به حجت، تکفیری که الله و رسول نگفته نکردیم. واضح کفر شرک اکبر واضح باشد همین گفتیم. برای همین تکفیر کردن برادر عزیز، برعکس، اگر تکفیر شما در اساس قرآن و سنت نباشد، تکفیر شما در اساس فروعات باشد، تکفیر شما ناعادلانه ناانصافانه باشد، بله شما 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر از تکفیر کردهتون خرسند میشید، مزه میکنید، لذت میبرید، خودتون از همه حق میدانید، لیکن این تکفیر چهره خود شما را به مردم مسلمان اهل سنت نشان میدید. این تکفیر ضررهای سخت برای خود شما دارد، برای که تکفیر در اساس منهج نکردید، تکفیر در اساس دلیل قاطع نکردید.
اگر گوید که مثلا سخنهای من یا سخنهای دیگر برادر ما عین خیل فهمیدیم، اما میگیم که ما مقصد ما دیگر بود. محمد بن عبدالوهاب رحمه الله میگن که نحن ما نحكم بالظن، نحن ما نكفر بالظن. ما با گمان تکفیر نمیکنیم. ما برای چی همیشه میگیم که کفر اکبر ظاهر رو وقتی که دیدی، شرک اکبر ظاهر رو وقتی که دیدی، بعد از این تکفیر میکنی؟ چرا ما ظاهر میگیم؟ ما رساله نوشتیم در مسئله تکفیر که هزارها سخنهای علما را ذکر کردیم که وقتی که تو یک نفر رو تکفیر میکنی، اولا تو باید دانی که، یعنی سه چیز باید باشد. تو باید دانی که 100% یقین دانی که سخنی همون بنده، عملی همون بنده کفر اکبر است. احتمالی نباشد، گمانی نباشد، به نظری من این خیل نباشد. یکم قاعده. بعد از این دوم قاعده، تو باید پیش از این که یک کسی تکفیر میکنی همون آدم انیق و دقیق دانی که همون کفر کرد، همون کفر به انجام، یعنی واقع شد. سوم باید دانی که اکراه نشد، بدون اکراه بود، اختیاری بود. در همه نمود تکفیر این سه چیز باید دیده شود. تکفیری که در اساس تکفیری که ببینید یک عملی مکفری که در اساس همین شما کسی تکفیر میکنید، این عملی مکفر یقینی نباشد، اجماعی نباشد، این عمل ظاهر نباشد، احتمالی باشد، در این حالت تکفیر کردن از منهج اهل سنت نیست. سخنهای احتمالی که و این نمود تکفیر، عجله در تکفیر، برادر عزیزم، این گناه است. این ضربه به قرآن و سنت است، ضربه به موحدین است، ضربه به خود شما است. دعوتتون، راهتون، منهجتون ویران میکرد. برای من اهل توحید، مسلمان ها، موحدین، چنین که نماز پیامبر گفتن که صلوا کما رأیتمونی اصلی، ببینید که من چگونه نماز میخونم همچنین خونید. روزه هم همچنین است، زکات هم همچنین است، حج هم همچنین است، عمره هم همچنین است، جهاد هم همچنین است، تکفیر هم همچنین است. چگونه که شد همچنین باید باشد. بارک الله فیک. مصطفی اجازهتان باشه من یک چند تا سوال یک چند تا سوال دیگه یک دقیقه برادرم، یک چند تا سوال من پرسان میکنم، باز شما سخن بگین. بخشش باشه یک دقیقه بفرمایید. یک دقیقه یک چند تا سوال دارم، کوتاه است، اگر میره جواب بدین. من در بالی چیز میخواستم بفهمم که کسی که ترجمان بوده باشه در نظامای کفری، بعد چند سال مثلا خودش نمیفهمیده است در زمانی که بوده است، او در کفر واقع شده است یعنی ترجمان کردن در مترجم بوده، مثلا در زمان جمهوریت مترجم بوده در لشکر کفار، مترجم بوده در لشکر کفار و این به شکننده هشتم اسلام که مظاهرت المشرکین و معاونت مع المسلمین داخل می شود. ولی مترجم یک جرافی است، یک قلم، یک کلمه، یک قدم همراه همونها برای نصرت اونها برداشتید، این کفر اکبر، شرک اکبر است، جهل عذر نیست. این خیلی انسان ها باید توبه کنند. اما یک آدم کفر اکبر کند، ما پدری او را، برادری او را، زنی او را به سبب کفر اکبر او تکفیر نمیکنیم. اما این کفر اکبر است، بله، این نصرت است، این نصرت دادن کفار مشرکین است. این به باب موالات به همین شکننده هشتم داخل می شود و این چنین انسان کفار مشرکین و توبه باید کرد. السلام علیکم. یک سوال دیگه داشتم، چند تا سوال کوتاه دارم. در هنگامی که نماز اذان فجر میشه، ما در حالتی که اذان میگه خوردن آیا جایز است یا نه؟ علما در این مسئله اختلاف کردن. قسمی از علما گفتن که وقتی که اذان ندا کرده شد شما تناول رو یک بار باز کنید، لیکن قول ضعیف است. دهان کشودن یا دهان محکم کردن سحور و مغرب تعلق به اذان ندارد، زیرا که بعضی مذهب ها اذانشون خیلی موافق سنت نیست. مثلا بعضی از مردم حتی اذان مغرب احتیاطانه بعد از 20 منوت، بعد از 15 دقیقه غروب اذان ندا میکنه. اذان اونها را پایده نشستن درست نیست. غروب شد شما دهان میکشید، اگر او اذان با این ما وقتی افطار گفتیم، لیکن دهان بستن
اگر در اذان ندا کننده در اولی وقت باشد، خیلی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بود که پیامبر درباره مکتوم گفتند که اگر مکتوم اذان ندا کند دهان نبندید، اما بلال اذان ندا کند دهان بندید، برای که حضرت بلال رضی الله عنه تأخیر کرده آخری وقت برآمده اذان ندا میکرد. برای همین اگر مؤذن ها موافق سنت اذان ندا کنند، بله به این اذان شما باید متابعت بکنید. اما مؤذن ها در اساس مذاهب، نه در اساس سنت، بعضی از مذهب ها که مثلا احتیاط اصابه میگیرند، در این اساس باشد به این اذان ها چی کرده متابعت کرده نمیشه. برای که بعضی از مؤذن ها، بعضی از مذهب ها پگاه روزی سحرخوری در وقت صبحگاه اذان را حال وقت هست 10-20 دقیقه وقت است، من باب احتیاط اذان خیلی بر وقت ندا میکنن که دهان بر وقتتر بندید. این مخالف پیامبر است. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند امتی من در خیر است، مادام امت بخیری، امتی من تا همون وقت در خیر و در نیکی است که سحور را یؤخرون السحور و یعجلون الفطور، سحور متأخر تا آخری وقتش برده دهان محکم میکنن و افطار در اولی وقتش میکنن. برای همین مؤذن اول باید شما آموزید. اما اگر شما در یک منطقه باشید که مؤذن های صوفی یا بعضی از متعصبینه که احتیاطانه گفتن نیم ساعت پیش در سحرخوری اذان ندا میکنند و در بیگاهی نیم ساعت بعد، البته اینو به مطابقت کرده باشد. والله اعلم. ما طبق همین چیزا استاد السلام شیخ علیکم و رحمت الله و مطابق برکاته. همین یک ده خبر داره، انا فکر کنم ما خلاص نشد سوال. سوالای که مطابق همین خلاص قلندرایی که برادر هست عزیزم الله شما را ابن تیمیه تو خب من میفهمم غرض داری اینجا آمده، بهتر است بانی ما سوال ما را پرسان نه کنیم. نه نه برادر عزیزم الله شما را حفظ کند. غرض ابن تیمیه را ان شاء الله خود ابن تیمیه میداند، الله حفظش کند. شما اگر یک سوال دیگر آخری نبیتید به همون به دیگر هم نوبت بیتیم. برادر عزیزم الله شما را بفرمایید. تمام است استاد. همین دائم باره حق وضو میخواستم، نماز حق وضو بر ما بگین. البته سوالای ما خود زیاد بود استاد، نماز حق ان شاء الله دفعه دیگر ان شاء الله من 5 تا 10 تا سوال عذر کی شد ان شاء الله دفعه دیگر بود. اما در مسئله نماز حق وضو برادر عزیزم این یکی از سنت های محجوره است. حق وضو سنت پیامبر است. بعد از هر یک وضو انسان اگر نماز خواند این بهترین عبادت است. پیامبر گفتند که من پای افضل قدم گذاشتن بلال رو در جنت دیدم. همه به نزد بلال شتافتند و گفتند چی کار میکنید؟ یعنی کدام عملی اضافگی داری غیر از توحید، غیر از اصل دین، غیر از این نماز و غیر از این مسائل؟ کدام عملی زیادتی داری که پیامبر تو رو در جنت دید که جنتی شده ای؟ حضرت بلال گفتند که من از همون فرضیت هایی که به گردنم هست هیچ عملی زیادتی بجز یک عمل نمیکنم که این نماز حق وضو خواندن است. هر یعنی زمان باری میشه که استاد وضو خونده؟ بله هر وقتی که وضو گرفتید نماز خونده میشد و این نماز سبب که است به سبب وضو که هست شما اینا میتوانید در هر وقت خونید، بعد از عصر باشد یا بعد از فجر باشد، وقت نباشد. قول راجح همین است. البته اختلاف لکن قول راجح است. والله اعلم. جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین استاد؟ الحمدلله برادر عزیز خوب است. یک سوال داشتم، هم سوال از جوابش گیریم. بفرمایید. یک بار دیگه سوال دادم گفتیم درباره فتنه زن سوال جواب تین گفتی ای دو دیگه تو فتنه زن یک کمک معلومات تین. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که مال و فرزندها، در جای دیگر میگه که آیت ولو چی بود؟ یعنی من اهل خانواده شما این فتنه برای شما است. زنم، فرزند هم، پول مال این یک فتنه هست. همین زن اگر زن داشته باشید، پیش از این که ما درباره زنا فتنه زنهای فاحشه صحبت کنیم، اولا فتنه زن خودت، زنی که گرفتی در زیر نکاحت از همراه زندگی میکنی، اگر همین زن یک موحده نباشد، یک اطاعت کننده به قرآن و سنت نباشد، همین زن سبب میشد که مرد گمراه شود. چقدر در طول تاریخ مردهای مسلمان زنها گمراه کرد، چقدر
مسلمان‌های موحد زنها به کار بد بردند. فتنش خیلی وزمین است. یکی از یراق شیطان است. لیکن وقتی که بنده موحد شد، وقتی که بنده از این عذاب‌های الله سبحانه و تعالی آگاه شد، البته که قلب او به این چیزهای فتنه زن، مال، پول، اولاد اینقدر تاثیر بخش نمیشه. این فتنه ها رو توحید نابود میکنه. والله اعلم برادر عزیز. عشق و محبت اینا فتنه بزرگ است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد و علیکم محمد السلام. مدنی، الله شما را شفای کامل تا دهد. آمین آمین. استاد جان، در حق ما و خواهران موحدتان دعاگو باشد که الله سبحانه و تعالی علمی توحید را برای ما نصیب بگرداند و توحید و در توحید ثابت قدم نگه بدارد. الله خودت حفظ بکند. الله برکتت بیتید. الله یک صالح و صالحه مؤمن موحدت بکند. جزاک الله خیر. لیکن در مسئله دعای خواهران ما همیشه در حق خواهر و برادران خود دعا میکنیم. اگرچه بعضی ها مورد طعنه میزنند که در حق خواهرها کم گپ میزنید، در حق برادرها کم گپ میزنید. گپ زدن در بین مردم مهم نیست. اگرچه ما چندین بار گپ زدیم، ما 24 ساعت در همین فکر و در همین دعای و در همین زندگی ما همین است. زندگی ما همچنین شده است که خواب میکنیم. اگر در خوابمون هم خواب نبینیم، بعضی حالت خواب دیدم میخیزیم. اگر خوابمون ده، اگر فکر نکنیم از بیدار شدنمون خواب وقتی خوابمون ما فکرمون در توحید است، در بالای اهل توحید است، در بالای مسلمان ها خواهران برادران موحد است. والله اگر زندگی مؤمن است. جزاک الله خیر. حیاک الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ خوب هستی انشاءالله؟ الحمدلله خوب هستیم. بارک الله فیک. اهلا و سهلا. شیخ درباره همین سخن آخر شما خیلی فتنه شده بین موحدین، انشاءالله این روشنی کنید. بعضی میگن دروس شیخ گوش نکنید، شیخ عقیدهش خوب نیست. بارک الله فیکم. ببینید الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الف لام میم. آیا شما میپندارید، گمان میکنید که وقتی که شما گفتید که من مسلمانم ما شما رو نمیسنجیم؟ حتما شما رو میسنجیم تا که صادقین و کاذبین رو فهمیم. از این آیت که ما تلاوت کردیم خلاصه همین است که فتنه تا روز قیامت هست. فتنه می شود. لیکن ما موحدین مسلمان ها به فتنه معامله کردن رو باید یاد بگیریم. افسوس که امروز بسیار برادران ما، بسیار خواهران ما به فتنه معامله کردن رو نمی آموزند. کتاب های مخصوص نوشته شده علما معامله با فتنه، چگونه به فتنه معامله کنیم. در زمان فتنه سخنهای علما رو، طالب علم ها رو چخیل فهمیم و غیره و غیره. در زمان سلف فتنه به وقوع پیوست. امام بخاری که امروز تمام عالم رحمه الله میگه میخواهد که مثل امام بخاری شود، از سبب فتنه 4 سال تنها غریب بیچاره زندگی کردن در بیرون از سمرقند. در آخر 1 ماه در ماه مبارک رمضان دعا کردند که ای الله اللهم ضاقت علی الارض بما رحبت فخذنی الیک. من نزدت بگیر، زمین و آسمان به من تنگ شد. امام بخاری تنها مونده باشد، سخن امام بخاری را گوش کردن در همون زمانشون حرام گفته باشد، امام بخاری به طعنه تهمت شده باشد، یک سخن امام بخاری را خطا فهمیدند، یک سخن حق امام بخاری را خطا فهمیده، امام بخاری را طعنه زده، امام بخاری را بالاخره تنها یکتا 4 سال یگان کس از ایشون درس نگرفته وفات کردند. لیکن نام امام بخاری زنده است. محمد ابن عبدالبر
یا که بگیم ابن بطه رحمه الله در زمان خودشون وقتی که سخن حق گفتند درس هاشون من شد، کتاب هاشون من شد، فرار کردن در خانه برادرشون خواهرشون در خانه خواهرشون تنها بیکس و بیکو وفات کردند. حتی ابن بطه رحمه الله را صاحب کتاب ابانت الکبرى و صغرا را به قبرستان مسلمان ها گور کردن، به علاج شرایط نشد. خواهر بیچارهشون همون در حولیشون زمین کم کم کوفتند و برادرشون گور کردند. الله المستعان. این بود علمای حقگو، علمایی که غیر از رضاگی الله سبحانه و تعالی دیگر رضاگی نه جماعت، نه گروه، نه حکومت، نه دولت رو میکرد. پس من چی انتظار شوم؟ منی حقیر، منی عاجز، منی بیعلم. امام بخاری کجا است خاک پایش شوم؟ ابن بطه کجا است که خاک پایش شوم؟ در این زمان فتنه، در این زمان جهل، در این زمان فساد من چی انتظار شوم؟ از این جوانها، از این جهلا من چی انتظار شوم؟ که آمدن بارک در الله فیک. مسئله بعد شیخ در مسئله فروعات آمدند و در مسئله فروعات تکفیر کردن. غلو است. والله ما پیش از این که به این راه دعوت برایم به الله وعده داده بودیم که در همه حالت ما نصیحت کننده مؤمنین و مسلمین هستیم، در همه حالت گوینده سخن حق هستیم. خواه به مردم عامه باشد، خواه به کفار و طاغوت و مشرکین باشد، خواه به مسلمان ها باشد، خواه به دیگر حرکت و جماعت و چیزی نباشد. مگر سلف صالح نگفتند که سخن حق را در روبروی سلطان گفتن، در روبروی یک حاکم گفتن این بهترین جهاد است؟ ما سخن حق در روبروی یک جماعت گفتیم که شما مصلحت العامه یقدم علی مصلحت الخاصه به عمل نکردید، علم ندارید، نفهمیدید. شما همین گپ آدمی که کار میکند مصلحه تمام مسلمان ها را نظر بگیرد. مصلحه عامه مسلمان همیشه پیش از مصلحه خاص یک جماعت و یک گروه میشه. و این منهج ما است، منهج تمامی سلف صالح از قرآن و سنت گرفته شده. آمدند و تکفیر کردند. این فتنه برای من نیست، این فتنه برای همون کسانی که غلو کردند، تکفیر کردند، چهره واقعیت خود چهار پنج جاهل نشان دادند. این فتنه برای اونها است، به من نیست. این فتنه برای چهار پنج جاهل است، به علم، هم از افغانستان و هم از تاجیکستان که علم نمی آموزند، شب و روز به گپ زدن مشغولند، به نمیدونم تلاش و ترتیش مشغولند، به بحث و مناظره مشغولند، علم ندارد. آدم به علم اگر امروز به فتنه گرفتار نشد فردا به فتنه گرفتار میشد. قسم به الله آدم به علم هر روزش فتنه گمراهی، زلالت، جهالت، قتل، کشتار شدنش ممکن است. فراموش نکنید این فتنه اولین فتنه هم نیست، این فتنه آخرین فتنه هم نیست. فراموش نکنید. اگر شما باید که خیر چیکار کنیم که فتنه را ما از فتنه ها خودمون را نجات بدیم. خواهی هم نخواهیم فتنه میشه. علم آموزید، علم آموزید، علم دروغین، علمی که نمیفهمی، گوش نمیکنی، سوال نمیدهی، نمیفهمی، این علم آموختن نیست. علم جدی خون. ای مسلمان، امروز زمان صحابه و تابعین و تبع تابعین و زمان قوه مسلمان ها نیست که تو لذت برده در یک دارالاسلام گردی علما همه مشکل حل کنند. نه، امروز در دارالکفر، امروز پراکنده، امروز هر مسلمان از پیشتر دیده امروز باید علم آموزد. این اختلاف ها، این فتنه ها یگانه راه نجاتش علم، یعنی قرآن و سنت فهم سلفین اومد است. بیاید به قرآن و سنت گردیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
و احسن تأویله. در هر یک چیزی که فإن تنازعتم فی شیء عموم، خو مسئله دنیوی، خو مسئله دینی، خود کدام مسئله نباشد، کشمکش کردید، اختلاف کردید، بازگردید به قرآن و سنت. اگر ایمان به الله و به روز قیامت داشته باشید، بیاید اختلاف به قرآن و سنت حل کنید. لیکن سوال قرآن و سنت به فهم کی؟ به فهم سلف این امت. ما همین جماعتی که ما را مثلا تکفیر کرده و رد زده و حکم قتل داده ایستاده است، آدمای جاهلک نه. او عالم و طالب علمش باشد، بیاید اینجا، بیا صحبت کنیم، به آداب، به اخلاق صحبت کنیم، در اساس قرآن و سنت فهم سلفی این امت. من قاعده های سلف گویم، کتاب های گویم، مصلحه و مفسده به گپ زنیم، اصول دین به فروعات به که کنی. حق کی است؟ کنی کی است حق؟ اما چون آدمی که علم نداره، جاهل است، ما اینو که گپ بس میکنیم. امام شافعی رحمه الله گفتن که کلما ناظرت عالما غلبته، هر باره که من به عالم مناظره کردم، به بالای او غلبه کردم، غالب او شدم. و هر باره که به جاهل بحث مناظره کردم، من مغلوب شدم. برای این که عالم و طالب علم دروازه علم میداند، از کجا در آمدن بر آمدن قاعده های علمی را میداند، منهج علمی را میداند و سخن ما را میفهمد. اما چور جاهل احمقی که از منهج قاعده اهل سنت بیخبر است، غیر از احساساتی، غیر از غیرت جاهلانه، این آدم هیچ چیزی دیگر ندارد. این که من چی گویم؟ من درباره مصلحه و مفسده گپ زنم، میگوید که دیروز یکیش قرآن و سنت دلیل بیارم میگه. یعنی این جوهلا به درجه رسیدن که مذهبی سلفت به پایشون زدن، توف کردن همین 4-5 جاهل. خیر دیروز گفتیم که دلیل در مسئله عقیده قرآن و سنت و اجماع هست، اما در غیر عقیده، حتی در عقیده در مسائل جزئیاتش، یعنی در مسائل اصول دین، معلوم من الدین بالضروره و مسائل ظاهر و آشکار، قرآن و سنت و اجماع است. اما در دیگر مسائل دقایق نازک، در مسائل احکام اجتهادی، سیاست، دلیل هم قرآن است، هم سنت است، هم اجماع است، هم قیاس است، هم عقل است، هم صحابه ها سخنهای اختلافیشون است، هم مصلحه و مفسده است، صد للذریعه است. این چیزا را حتی امام مالک در مذهبشون قول اهل المدینه میگه، فعل اهل المدینه میگه. انا میگم حجت میشن، میگن هر فعلی که اهل مدینه در زمان سلف میکرد اینا حجت میشن. افسوس، افسوس که این جوان ها علم ندارن. من عیب این جوان ها نمیمونم، من عیب به علما میمونم. چرا علما این مسئله ها را تعلیم نمیدن؟ چرا علما این مسئله های نازک تعلیم نمیدن؟ چرا علما جاهل های طرفداری میکنند؟ چرا علما سخن های جاهل ها را با حق میگویند؟ چرا علما به نام عالم هستند لیکن در زیر کنترل جاهل است؟ ما این سوال میتیم به علمای افغانستان، به علمای دیگر منطقه ها، به علمای تاجیک یا غیره. چرا عالم باید در زیر کنترل جاهل باشه؟ چرا طالب علم باید جاهل گوش بکند؟ کنی هم عالم و هم طالب علم قرآن و سنت باید گوش کند. دیروز یکی از جوانهای افغانستان اومده میگه که من سوال دادم که در روسیه بوده کسایی که نماز میخوانند اینها مسلمان هستند یا نیستند؟ گفت مسلمانند. پس تو رفته اونجا وقتی که یک عمل کردی، یک کشاکشی و عملیات انجام دادی، آیا تو مصلحه و مفسده نظر کنی یا نکنی؟ میگه که بله نظر کردن این آنو بالاخره ما غیر از همین دیگر علاج نداریم. میگه ای برادر، اگر تو غیر از همین کشاکشی یا که در مسئله بگویم عملیاتی که کردی و ضررش به مسلمان ها زیادتر شد، به عامه مسلمان ها، به شما نه، به عامه مسلمان ها ضررش زیادتر شد، اگر تو غیر از همین دیگر علاج نداشته باشی، آیا شریعت به تو اجازه میتید که من عمل کنی؟ نه، اجازه نمیتید. برای چی؟ برای که الله در قرآن میگه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله یک نفس رو، یک انسان ها رو، مسلمان ها رو از قدر استطاعتش بالا، از تواناییش بالاتر چیزی که طاقت فرسا نیست از دستش نمی آید، از او
طلب نکرده است. تو وقتی که غیر از همین کاری که ضررش به مسلمان ها سخت‌تر است دیگر کار کرده نتوانی، نکن، اینم نکن، دیگرش هم نکن، کمتر صبر کن، کاری ضرر آورنده به مسلمان نکن، برای که تو دیگر استطاعت نداری. الله سبحانه و تعالی از این زیاد از تو طلب نکرده است. لیکن افسوس این گپ ما گویم و 4-5 جاهل میبرد. خو این گوینده ها جاهل گوینده است. این عیناً همین سخن رسول الله هست که گفتند ان الله يقبض العلم در حدیث صحیح اومده که ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد بل انما يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى عالما فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. الله گفتند علم از دل انسان ها یک باره نمیگیرد. الله علم به گرفتن علما، نابود کردن علما علم میگیرد. حالت به همون درجه میرد که عالم باقی نمیماند. بعد از این جاهل ها رئیس مردم میشوند، جاهل ها فتوا دهنده و قاضی و آدم کشنده میشوند و مردم از جاهل ها رفته طلب حجت یا از مردم رفته طلب مسئله را فهمیدن میکنند، سؤال فتوا میطلبند و این جاهل ها که خودشون عالم میگن جواب میدهند، فتوا میدهند، هم خودشون و هم مردم گمراه میکنند. امروز ما همین حالت دیده شدیم. میبینی که یک جاهل علامه شیخ حفظه الله و رعاه میبینی که در هیچ جا تعلیم گرفتگی نیست، علمای اهل سنت نشستگی نیست، منهج قرآن و سنت ندارد، فقط همین قومگرایی و ملتگرایی و جماعت طرفداری کرده مشهور شده است. همین بالای سری مردم است. برادر عزیز در این مسئله فکر کن. این کارها عاقبتش به جنت و دوزخ ربط دارد. برادر عزیز این کارها، این عملها عاقبتش جنت و دوزخ ربط دارد. هر یک عملی کرده تو شما مسئول است. چه که الله در قرآن میگه ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئول. اون چیزی که علم نداری تو هم ندارو، از قرآن و سنت علم ندارو، چشم تو، شنوایی تو، قلب تو، هر یکش مسئول و جواب میده. شیخ انشاءالله یک بیان بدیم همین به طور واضح بگیم موحدین مؤمنین در تشویشه. نفهمیدم برادر. شیخ انشاءالله یک بیانیه بدید همین به طور واضح بگیم، طور آشکار بگیم، مصلحت اینجور چیزا رو به طور واضح بگیم. ما گفتیم به طور واضح دیروز 10 مرتبه نه 50 مرتبه گفتیم، پره روز یک 50 مرتبه دیگر گفتیم. شما میخواید که 100 مرتبه دیگر امروز بگید؟ نشنیدن شما این عیب ما نیست. نشنیدن شما در بیان اول شیخ شما در بیان محکم میکنم شما به ادبی رو شروع کردید. تمام. من به شما گفتم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک لحظه برادر. من به شما گفتم که من روزه دارم، مریضم، شما هم همه روزه دارید. برادر عزیزم وقتی که جواب دادم روزی میشی نمیشی به همین بس کن. به من فهمونیدن حرکت کرده اینو اون نگو. اگر هر یک آدمی که از افغانستان است و از تاجیکستان است 200 نفر و 300 نفر اومده در این مسئله گپ زدن گرد، من آیا وظیفه دار هستم که هر روز همین به جواب دادن گرم؟ نه، را گوش کن. در همین گروه 3 ساعت 4 ساعت گپ زدگی موثر همین گوش کن. چرا شما هیچ مشقت کشیدن نمیخواید؟ من حیران میشم به این برادران. اینا هرگز مشقت کشیدن نمیخوان. اینا میخوان که فقط من مشقت کشم. ما چرا اینو تسجیل کرده به شما میگذاریم؟ انصاف در کجاست؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک لحظه عزیزم الله استون بکنه. یک لحظه به نوبت صحبت بکنیم من باب عدل و انصاف. ابن تیمیه صحبت بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی بخشش باشه. شما میگین مثلا من گپایی که زدم شما نمیفهمید، جاهل هستید. خب ما شما جاهل به هر عالمی که فرستادیم همین برداشتی که خود ما شخصا کردیم همین برداشت همون کردن، پس همون رقم بیان کردن. یعنی مثلا ما در یک قاره دیگه نیستیم، در افغانستان هستیم، زبان تاجیکی رو بلد هستیم. هر شما میگید شما میگین مثلا من فهمیدم. سخن زیاد نکنید، سخن زیاد نکنید برادر. شما به یک سوال
معنیش دویم گپ میریم حضور یکم گپ حل کنیم به من باور کنید همین به همین برادرهای افغانی بی کشوکش بی تلاش بی خپکون بی ادب گاوزنی نتونستی شدم شبه برون که در یک وقت میخوان که 10 تا مسئله با غل 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 گپ زده رفته او دوب ندارم ببخشید بیا همین مسئله یکم اول حل کنیم برادر عزیز تو به سوال میتیم همون علمایی که ارسال کردی بسم الله نامش گو اینجا بسم الله برو شو برادر عزیز معروف نامش راسخ شیخ معروف راسخ تمام یکی یک دیگه از لحظه برادرای ما دیگه الان میریم تمام وزیر اول معرفی راسخ حل میکنیم بعد میریم من معرفی راسخ به همین روز زنگ زدم 37 دقیقه والله یا 36 دقیقه گفت معرفی راسخ میگه که من خطا فهمیدم سخن شما رو معرفی راسخ بکتی من 3 دقیقه سخن معرفی راسخ شنیدم نخواستم که فتنه کنم برایم معرفی راسخ زنم و لطکوب کنم و سخنم بیارم و مانم و آبروز ریزی ماه مبارک رمضان شروع کنم نکردم زنگ زدم به معرفی راسخ حفظه الله گفتم که معرفی راسخ شما در همین 3 دقیقه دو سخن کردید توجیک میگه این قومگرایی گفتید به شما سوال گفتم اگر یک حادثه در بالای توجیک شدگی باشد که در توجیکستان است من افغان گفته گپ زنم یا هندوستان گفته گپ زنم چی میگه هم میگه که خیر توجیک گفته گپ میزنه چی اینجا پرابلم است هیچ پرابلم نیست مشکلی در بالای افغان باشد افغان گفته گپ میزنه مشکلی در بالای حادثه در بالای عرب باشد عرب گفته گپ میزنه حادثه واقعه این مسائلی که ما صحبت میکنیم در بالای توجیک مسلمان توجیکستانی باشد من هندوستان گفته گپ زنم چیکار کنم نه میگه نه در این مسئله خوب درست گفتید میگه مسئله دوم گفتم برادر معرف راسخ حفظه الله شما به یک سوال دیگر شما گفتید که در همین 3 دقیقه معرف راسخ گفته هستن که برادر گفتن که بیایید همه جماعت اگر چه اختلاف نظر داشته باشیم یک جا شویم وحدت کنیم معرف راسخ میگه که این سخنش یعنی خیلی چی است رجوع کنه توبه کنه دین اون یعنی این طعنه به کفر است اگر ظاهر نگفته باشند هم این طعنه به کفر است من خودی معرف راسخ گفتم که معرف راسخ شما در اینجا تکفیر کردید برادرهای توجیکی که از توجیکستان هستند و موحدین هستند و همراه من هستند حاضر 1000 نفرشون اگر نباشد هر 10 نفر 20 نفرشون حاضر میبرم که عقیده ما در این مسئله چی است من اونجا این خیلی نگفتم شما خطا فهمید من اونجا گفتم که ای مردم توجیکستان ای مردم توجیکی در توجیکستان اگر چی ما به هم دیگر اختلاف نظر داریم بیایید به هم دیگر ناانصافی ناعدلی متهمی و به همدیگر چیزهای نبوده رو به بالای همدیگر ذکر نکنیم این کجاشین بیاید وحدت کنیم گفتن است این فقط احمق این گپ میگه مقصدی من معرف راسخ نیست غیر از معرف راسخ معرف مرحمت سخنی من یک بار دیگر گوش کنید برادرهای که از افغانستان است برادرهای از تاجیکستان است هر یک شما یک بار دیگر گوش کنید و همین جایش رو برید به گروه مانید بعد تکفیر کنید من وقتی که آشکار و واضح گفته باشم که ای مردم تاجیکستان اگر چی اختلاف نظر داریم بیایید یک جا باشیم و همه یک جا باشیم و همه ما مناقض باشیم اگر همین چنین اگر چی اختلاف نظر باشیم بیاید وحدت کنیم و اختلاف نظر هیچ باکی ندارد من سخنی که معرف راسخ به بالای من تهمت کردم و شما جوانهایی که هستید در حقیقت جهلا تهمت کردید اگر همین صدای من بیارید من میبرایم در بین مردم میگم که کافر بودم توبه کردم اگر نبیارید لعنت الله بر کاذبین در ماه مبارک رمضان الا لعنت الله علی الكاذبین الا لعنت الله علی الكاذبین الا لعنت الله علی الكاذبین که جگری ما را خون کردید شما جهلای احمق چیزی که نگفته باشیم اگر همین عقیده من باشد اگر همین منهج من باشد الله من لعنت کند من در این مسئله رساله دارم در این مسئله 10 درس دارم کلمه التوحید قبل توحید الکلمه معناش اگر فهمد این جهلو کلمه لا اله الا الله پیش از وحدت است وحدت در اساس کفر شرک کفر است هر کسی که میگه که بیاید اگر چی اختلاف نظر داشته باشیم یک جا شویم کافر مرتد است این عقیده من 10 ساله 15 ساله عقیده است اگر همین سخنی مرا کسی که گفت به من طعنه زد و رجوع نکرد توبه نکرد الله لعنتش کند یا که بیاید سخنی من یک بار دیگر گوش کند همین دقیقه برد جدا کند بیارد به گروه ها پرتوید که من گفته نباشم که ای مردم تاجیکستان اگر چی ما اختلاف نظر داریم بیایید وحدت کنیم هیچ باکی ندارد ما مسلمانیم شما مشرک طاغوتید همه ما یک جا شویم گفته باشم
اگر همین سخن من گفته باشم چرا بریده، چرا جدا کرده آورده به من نشان نمیدی؟ نیست. من خدا گشته گوش کردم. من با برادر ابو عبدالرحمن یکی از طالب علمای خودم امروز تماس گرفتم، گفتم که برادرم سخنی مرا گوش کردی 43 دقیقه ها کنی در کجاش خطایی است؟ آیا من همجم گپای گفتم نیست. چرا دیگر برادرهای موحدین صادقین میگن که نیست، این سخن نیست، لیکن شما میگید که هست؟ برای که شما جوهلا غرض دارید. شما غرضتون 4 ماه پیش به وجود آمده بود در مسئله خواهرها را. ما یک مسئله مذهب اهل سنت گفتیم که بجای جنگ بردن زنها درست نیست. یک قسمش کردا اسیر گرفت و تجاوز میکرد، یک قسمش تالیکا اسیر گرفت و کنیز گرفت. انا همونجا مرا تکفیر کرده بودی شما جوهلای خوب اسو. انا همونجا مرا تکفیر کرده بودی. شما فکر نکنید که منو تکفیر میکنید. بله با حاضر میگم، حاضر با میگم، هر کسی که جای جنگ به زن میبرد، کودک میبرد، یک احمق است. برای چی؟ برای که عاقبت این جنگ معلوم نیست. عاقبت این جنگ میخیزد یا تولیک یا کدوم کردی مجوسی یا کدوم افتوپرست میخیزد تو رو شکست میتید، زنت تجاوز میکند، زنت کنیز میگیرد. سولی تو بسری من برواده میگه که خواهرای درقش گاب نزده ایستاده ای. من وقتی که همین سخن 4 ماه پیش گفته بودم، همین 4 جاهل احمق، یکیش در امریکا، دوتیش در ترکیه، یکی گرمانیا، اروپا نشسته منه همین وقت تکفیر کرده کافر گفته بود. وقتی که انا این سخنی نوبتی ما گفتم از فرصت استفاده برده سخنی مرا غلط فهمیده شدن. بنابودی الله لعنت کند کسی رو که به بالای ما تهمت میکند سخنی نگفتن ما میگوید. الله خور ذلیلش کند در این ماه مبارک رمضان. من دیگر چی گویم؟ من ادا شدم. من از این تهمتگرها دل جگرم سوخت. من باور کنید من خیلی هم این جوهلا این خوب است جگرم میسوزاند. ملی این جوهلا، ملی این احمق متهمو معرفی راسخ بچ شد. معرفی راسخ بچ شد. خدا طالبیل میگه، عالم میگه فقط یک بار دنیا سخنی من گوش کن طعنه به تکفیر نکن مره. یک بار گوش کن سخنی من. سخنی من شاید احتمالی باشد. پیش از رجوع کن توبه کن گفتن برو به من یک بار تماس گیر. من تماس گرفتم به معرف راسخ کی عدل میخواد، کی انصاف میخواد، کی فتنه را نمیخواد. گپ به گپ بیاید ما فتنه‌گر هستیم، این علما فتنه‌گر نیست. برو گوکی برادر تو همین گپ گفتی یا نگفتی؟ من از سخنی تو همین نمیگم. من به معرف راسخ هم گفتم برادر همین سخنی ما به همین گپ شنیدید؟ اگر شنیده باشید یک بار دیگر همین جوش بین دو همین جوش بریده به من جدا کرده پرتوی به من ارسال کنید که من گفته ایستاده باشم که بیایید وحدت کنیم. اگر چه اختلاف نظر داشته باشیم، شما کافر طاغوت مشرک، بیایید ما مسلمان همه با یک جا شویم وحدت کنیم. اگر من گفته باشم به من بریده همینجا به اندازت، من اول خودم تکفیر میکنم، بعد از این توبه میکنم. من السلام منافق علیکم نیستم. ورحمت الله اما وبرکاته. اگر نگفته باشم، اگر همین سخنی که ظاهرا به سر من معرف راسخ شما جوهلا بعض جگرت زدی نباشد، از الله ترس، از الله ترس. یک طالب علم اهل سنت به ناعدلانه، بی انصافانه، احمقانه، حیوانانه هجومی بیرحمانه نکن. رحم نکردی، قسم به الله روز می آید که به تو هم دیگر رحم نمیکنم. والله به تکفیر کرده تو ذره پروا ندارم. والله به سخن معرف راسخ ذره پروا ندارم. برای اون که سخنی که من گفتم این چیز نیست، من میدانم که نیست، این تهمت است. شیخ معروف راسخ حفظه الله عجله کرد، یکی به شما جوهلا چی نمیرسد؟ نبوده را میگوین منتج به خوبین. من میدونم که منتج به خوبین. شما جوهلا شب روز سخنهای ما را منتج میکنید. من گفته بودن که زن ریشدار، قرین مشایخ هم گفته بودن که زن ریشدار. شما جوهلا منتج به خوبین، صدای بریده ساختن به خوبین، صدای بروسوس همونجا گذار. همون منتجی که معروف راسخ کردگی است، یعنی کدام کسی کردگی سخنی معروف راسخ در اولی سخنی من است. آیا من همونجا همین سخن میگویم؟ نه، نه، گپ من دیگر گپ است.
اما شما فرصت خواه، شما که از ما رنجیدگی هستید، شما که خطاگی شما یک کس گوید، شما به یک کس نصیحت کند، شما خطاگی او را کوفته، او را کلیش بریدن به نقشه کشیده میگرده، شما همین خیلی حالت اومده ما کرده. فروعات به جماعت شما، فروعات به کلی من حکم بریدن دوست. همین جماعت شما فروعات به کله ابو محمد برین میگفت. اویا همین منهج خوارجی نیست؟ در مسئله فروعات تکفیر کرده، قتل کرده مگر میشه؟ یک برادری موحدی خودت نخود تو پوتینی بگویی، تو جاسوسی سلولی بگویی، این بگویی و بگویی. لیکن بالاخره کردین. ما فهمیدیم که نه ترتیب دارید، نه نظام دارید. رهبر شما انمی 4-5 جاهلکو هست و کی است؟ کنی رهبر شما، کنی علمای شما. بیاید و اینجا یک عالم بیار، عالم جماعت شما معرف راسخ بود است. من فهمیدم. عالم انا میگه به حاضر بیار معرف راسخ هم بیار که من معرف راسخ بفهمم. همون جوش مونیم، همین جنده مونیم، سخنی من همینجا مونیم گوش کنیم گشتم. نکنه ناعدلی میکنین، به سر شما دیگران ناعدلی میکنن. ظلم میکنین، به سر شما دیگران ظلم میکنن. ظلم کرده، تفریقه کرده، عدل نمیکنید، در بین خودتون تفریقه، کوکشی به وجود میاد. فراموش نکنید کیف تدین و تدان. چی خیل تو معامله کنی با دیگرها هم، تو چی خیل با دیگرها، با مسلمان ها معامله کنی، دیگرها هم با تو هم خیلی معامله میکن. تو وقتی که مصلحه و مفسده مسلمان فکر نکردی، مسلمان هم تو رو فکر نمیکن. تو وقتی که در مسئله فروعات آمده و تکفیر کردی، یک طالب علم کلیش بریدن به حکم دادی، دیگرها هم توی بعد خوارج میگن. وقتی که تو مصلحه چند میلیون مسلمان فکر نکردی، مسلمان هم مصلحه توی هیچ فکر نمیکن. این یک قاعده سنت الله در بالای این دنیا است. سنت کونی الله همین است. چه خیلی معامله کردی هم خیلی جوابش میگیری. فراموش نکنید. فراموش نکنید. برای نصرت یافتن، نصرت فقط جنگ نیست. برادر عزیزم، بعضی ها خطا میفهم، بعضی برادرهای خون گرمی ما فقط خطا میفهم. نصرت فقط جنگ نیست. اول عقیده توحید است. اگر جنگ کنی هم در اساس منهج است، عدل است، انصاف است، مسلمان های رحمش خوردن است که نصرت الله به تو بیاد. خیر است. بس کنیم. بس کنیم. آدمایی که به علم اومده مملکت گاوزنده را بس کنیم. اگر شما عالم داشته باشین، طالب علم داشته باشید، امیری که باید عالم باشد و علم داشته است، امیر جماعتون اینجا بیارید، عالماتون بیارید اینجا. من معروف راسخ عالم جماعت شما نمیگم. من عبدالظاهر داعی را عالم جماعت شما نمیگم. با من معروف راسخ عبدالظاهر داعی، معروف راسخ عبدالظاهر داعی یک علمای موحدین هستند آزاد. نه اگر اونها را دعوت کنید و بیایند باکی ندارد. اگر اونها را دعوت کنید و اونها بیایند از نام شما به ما بحث و مناظره کنم، من بحث و مناظره میکنم به همراهی مثلا معروف راسخ هم در همین مسئله که گپ زدم. شما در همون جماعتتون عالم طالب علم بیارید. اول گوید که چه خوندگی است، کدام مرحله علمی را دارد، در کدام عالم خوندگی است. پیش خودش رفته کتابخانه به نشسته علم خوندگی باشه، من قبول ندارم. برای همین سلف صالح میگن که علم میگن شنیده، سلسله به سلسله علم شنیده گرفته میشد. علم از علما میآموختند. زمانی که علم به کتاب ها نوشته شد، علم از علما نگرفتند و همه از کتاب گرفتن سر کرد، گمراهی شروع شد. علم کسی که فقط از کتاب میگیرد گمراه است از نظر مذهب سلف صالح. کسی که علم از علما نمیگیرد، کسی که علم از طالب علم نمیگیرد، علم میگوید که من خودم میآموزم، من الحمدلله عربی را میدونم، من خودم میآموزم، من کتاب ها را خودم میخونم، میگه گمراه میشه. اگر این خیلی عالم طالب علم داشته باشه ما قبول نداریم اینها را، همچون عالم قبول نداریم. ما به اول برای 2 دقیقه گویا که من 5 سال، 2 سال، 1 سال در نزد فلان عالم اهل سنت خوندم، من قرآن و سنت فهمی سلف کت خوندم، من در مسئله علم سیاست و شرعی، علم مقاصد، علم اصول فقه علم دارم. والله قطعی صحبت میکنم.
اما کسی که مقاصد شریعت نمیدونه، سیاست شرعی را خوندگی نیست، این اصول فقه نمیدونه، ما به مصلحه مقصد گفتم و میگه که تو بس که میگه تو قرآن و سنت بیار، میگه تو گمراهی، میگه منه تو اول قرآن و سنت بیار، میگه و احمق نمیفهمد که مصلحه مقصد یک نمودی حجت در مسائل فروعاتی است. من چقدر قطعی صحبت کنم برای من بس کنی، فتنه را بس کنی، خطاگیات را گردناتو مگیرین، نصیحت بگیرین، پیامبر سخنشون قبول کنین. الدین النصیحه لله ولرسوله ولائمه المسلمین وعامتهم. دین نصیحت است به الله، به رسولش، به امام های موحدین، ائمه المسلمین و عامتهم. حال شما ائمه المسلمین نشده، حال در زیر کنترل شما هیچ جا نیست، شما به گاب زدن نشود. اگر یک روزی رفت شما یک جای گرفتید، یک عالم برآمد و یک مسئله به شما که مخالفت کرد، شما عالم قیر کردن میگیرید، طالب علم قیر کردن میگیرید. خواهید نخواهید همین دانید ای جماعت، شما دانید که اختلاف فروعاتی، اختلاف نظری فروعاتی 100% این وجود دارد. میشه بعضی وقت میشه که یک عالم طرفدار شما در درون شما قطعی شما هست، یکی بعضی کارهای امیر شما به روزی نمیشه، نصیحت میکرد چیکار میکرد؟ مرتد شدی گفته سرش بریده میپرتین. همین است جهل شما. من دیروز دلیل حضرت علی را آوردم. حضرت علی مشرکین رافضه را آتش به انداخته کشتند، قتل کردند. حضرت ابن عباس مخالفت به علی کرد، گفتند که علی خطا کرده شد. چیکار کنیم؟ قرآن و سنت خوانیم، دانیم، فهمیم، شما را تماشا کرده گردیم. بعضی برادرهای موحد گفتند که همین سخن پیشتر میگفت نقض میشدی، همین وقت نمیگفته، نامعقول کردی. کی خواهیم در کجا خواهیم قرآن و سنت میگوییم. من جماعت دفاع نمیکنم، من قرآن و سنت فهم سلفین امت دفاع میکنم. راهبری من، سرداری من جماعت نیست، راهبری من، سرداری من قرآن و سنت فهم سلفین امت است. من جماعت مصلحش به بالای قرآن و سنت و فهم سلفی این امت پیش نمیگیرم، بلکه قرآن و سنت با فهم سلفی این امت پیش از جماعت میدونم. من قرآن و سنت به زیر جماعت در آورده، در اساس جماعت قرآن و سنت محکوم نمی کنم. نه این کاری ما درستو، این قرآن و سنت منسوخ شد و خطا شد و این شد و آن شد نمیگویم. من قرآن و سنت بالا بمیگیرم و جماعت در زیر قرآن و سنت محکوم میکنم. اگر قرآن و سنت این جماعت شما را اداره نکند، قرآن و سنت به فهم سلفی این امت جماعت شما را اداره نکند، 4-5 جاهل ارکه شده از خود رفته، چیکار خواهید کنید؟ شما عاقبتتون چی میشه؟ عاقبت شما چی میشه؟ اگر قرآن و سنت به شما نفورد، حدیثی سه گویی به تو معقول نباشه، تو بگویی که این وقت نباید میگفتی، دیگر وقت میگفتی، حق در همه وقت باید قبول شد. وقتی که انصار به پیامبر بیعت کردن چی گفتن؟ ما تو را قبول میکنیم در منشتنا و مکرهینا، در حالت خوش نسترینی، عصبامون خوب بودن و حالتامون خوب بودن، و بعد در حالت وزمینی هم. شما پیش از همه قرآن و سنت در همه حالت باید شما قبول کنید. لیکن افسوس، 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 فهمیدید؟ هر باره که نمی 4-5 جاهل برآمده همین جماعت دربارش گپ زدن میگیرد، باور کنید جماعت شرمنده کردن میگیرد. من حیرانم، غیر از همین 4-5 جاهل دیگر آدم نداره شما؟ 4-5 احمق بی ادب، غیر از همین 4-5 جاهل احمق بی ادب دیگر آدم ندارید. ها بیار عالم بیار، من همراه عالم شما با آداب، با اخلاق، بدون تکفیر، بدون سربری کنی گپ زنیم. اولین سوال من به شما، به عالمان شما، به علمایی که شما دارید، مرا در مسائل فروعات تکفیر کردید، حجت رو بیارید که در اساس فروعات تکفیر کرده حکم کله بری داده میشه. یکم سوال من. یک. دومی سوال من، شما در اساس احتمالات مرا تکفیر کردید، سخنهای مرا نفهمیده، دقیق نکرده، سخنهای من اصلا دیگر چیز است، به دیگر طرف کشیده مرا تکفیر کردید.
یا سخنهای من برید و انیق و ظاهر بیارید و اثبات کنید، یا سخنهای من احتمالی تکفیر کنید و با منهج خوارجی بروید. سخن من احتمالی به فهم خودتون نفهمید. سخن من ظاهر این گپای شما میگفته که در من نیست، نه ملتگرا نه اینو. پس این دو سوال من به امیرت می آید، عالمت می آید، یکم همین دو سوال من به جواب دید. تمام بوک نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای بعضی از جهلا مهم نیست که عقیده چی است، عقیده دار است یا نیست. برای بعضی آدم مهم این است که طرفدار جماعت او باشی. طرفداری کردی رفتن میگیرد، او را خوب گفتن میگیرد. بسیار در گرد اطرافشون بوده عقیدش حالی معلوم نیست. بسیار کسانی که اینها خیلی وایمه میکنن عقیدش معلوم نیست. چند نفر این بچه های که هستند جوان ها زبیر محقق وارثی منیب برادر گفته میگشتند اوزری ها را، اما اومده ما را تکفیر میکرد. مرمت همین است عاقبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ وبارك الله فيك. جزاك الله خير برادر. شیخ عزیز، چون که طول یک 3-4 روز میشه که شما صحبت کردید، اون جماعت شیخ از امو پسترین شخصیتش تا امو بلندترین شخصیتش گپ زد، ما واقعا غمگین میشویم. چون که ما هم یک چند سخن میگیم برای که تو شیخ شما غمگین میشه. الحمدلله که ما هم موحدین دوست می‌داریم. الولای ما به خاطر موحدین است، چه از تاجیکستان است، چه از ازبکستان است، چه از افغانستان است. اما من چی گفتم شیخ، قسم به نام الله شیخ، بعضی روزها اشکام میریزه که این یک فتنه هست که یک ما اول دعوا میکنن، بعضی برادرها دعوا میکنن که ما قرآن سنت با فهم سلف امت میفهمیم و وقت راجع بحث میکنیم و سخن میکنیم باید با دلیل صحبت کنیم. اما دیروز یک رساله به معنی، یک رساله فتنه‌گری، یک رساله که از کدام جهالای گمراه اومدگی است، بعضی برادرای که با نام واحد ما 6-7 نفر هستند با جنجال با عقیده های به معنی به یگان سند به یگان اون رو کی نوشته است نامعلوم خستن تهمت خستن بختان کرده است. والله بالله شیخ ما اگر موحد کوچک هم باشیم از تاجیکستان الحمدلله ما جگرای ما میسوزه، چون که یک طعنه بزرگ در حالی که این اصل دین است، اصل دین است. ما قسم بنام الله شیخ غمگین شدیم، والله ما هم اشک میریزیم، چون که یک طعنه بزرگ است. قسم بنام الله بعضی برادرای افغانستان من نمیدونم، شاید مقصد از جهت بدبینی نیست، شاید ملتگرایی کنن، برای که چون که یک سخن میگن یک تشبیه خیزن، وقتی یک سخن میگن که اون بگیم برادر سخن حق نه است، این سخن شما خطا است، دیگرش میخواد با سخن نمیشه میگه واقعا نمیخواد هجوم میکنن بر یک موحدین. من شاید شیخ قسم به نام الله ما هم الحمدلله ما میفهمیم امروز حق، امروز فهمیدیم که چی باطل است چی حق است، الحمدلله فهمیدیم. اما باور کنید شیخ من ما هم عذر می‌خوایم، چون که بعضی موحدین تیم بوله با در ماه مبارک رمضان ما هم شیخ کم ترک با برادرای افغانستان میگیم که شما هم انصاف رو پیشه کنید. قسم به نام الله این یک خطر بزرگ است، خطر بزرگ است، عاقبتش خوب نیست. اگر که پیش راه این کارا رو گرفت الحمدلله خوب میشود. حیاک الله اخی و بارک الله فیک. حیاک الله جزاک الله خیر. استاد سوال داشتم، همین وقتی که پدر مادر مشرکه باشد با فرزند دعا کنه آیا دعای آنها قبول می شود؟ اگر دعای آنها قبول شود، پدر من را گفت که وقتی که من طلب علم کردم آمدم به عربستان و پدرم من گفت که من در الله دعا کردم فرزندم تو رو، وقتی که در عربستان تلفن کردم گفت که من تو را در راه الله سپاریدم و گفتم که در الله یا الله همین فرزندم علمدار شود بیاید و چه خطاگی داشته باشم خطاگی من اصلاح کنه. گفت
بارک الله فیکم. ببینید دعای بدی که مشرکین در حق فرزند میکند قبول نمیشود الا در حالتهای ظلم یک کسی خودش مسلمان گردید پدر مادرش به ظلم کند. غیر از مسئله ظلم در دیگر حالت دعای قبول نمیشود. لیکن امید خیر کردن مشرکین امید خیر کند، گوید که من فرزندم به خاطر الله بخشیدم، گوید اگر شرک داشتگی باشد این خوب است، برای که الله سبحانه و تعالی هدایت رو در اساس اراده میکند. یعنی اگر انسان اراده خیر دارد، اراده قبول کردن حق دارد، اراده خوب، امید آرزوی خوب که دارد، سبب هدایتش میشد. این کار خوب است. این کاری که پدرش میکردن خیلی کار خوب است که گفتن توی من در راه الله بخشیدم که خونی بیای مورا درست کنی. شما تعلیم گیرید پدر مادر به حق رسانید، توحید رسانید، قبول میکنید. بارک الله فیک استاد. و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب شیخ الله حفظتون بکنه، حالش بهتر شده، خوبین ان شاء الله. اهلا و سهلا شیخ عزیز و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله روز به روز آهسته خوب شدید. جزاک الله خیر. الحمدلله خدا الله را سپاس میگیم که خداوند متعال به شما ان شاء الله بهترتون بکنه و ان شاء الله صحت بهتر بده. چند کلمه میخواستم با این دوستان اگر اجازه بفرمایید صحبتی داشته باشم از دوستانی که دیروز هم تماس میگیرن و چند نفرم با خود منم تماس گرفتم که شما چرا از جناب شیخ المدنی دفاع میکنید. ببخشید جناب شیخ. من میخوام به این عزیزان بگم که شما نگاه بکنید، اولا خوب دقت بکنید، در افغانستان شما 10 نفر عالم موحد سالم پیدا نمیتونید بکنید. یکی. بعد هم حرفایی که میخواد بزنید حرف خودتون هست و هیچ حرفی در سرتون نمیره و قبول نمی کنید و جوان هستید متاسفانه و تحصیلم نکردید و اما توهین میکنید به دیگران. مصلحت رو اصلا نمیدونید که مصلحت چه هست. مصلحت روسیه رو، موحدین روسیه را، مسلمانان قسمت شرق را با قسمت آفریقا میسنجید. دوستان شما عجله کردید و اینجور نمیشه که هر چی شما تشخیص میدید. شما نگاه کنید که اسلام رو اون که تشخیص میده. ما گفتیم که قرآن و سنت به فهم سلف صالح و فهم سلف صالح را برای ما چه کسانی میرسونند؟ علمای مثل جناب شیخ المدنی حفظه الله و امثالهم میرسونند. اینجور نیست که ما کتاب قرآن رو باز بکنیم و یا حدیث رو باز بکنیم هر چی بفهمیم امر رو عمل بکنیم. این میشه خارجی، این میشه به اصطلاح مرجعه‌گری. این نمیشه. بسیار باید دقت داشته باشید. شما میایید به شیخ توهین میکنید. متاسفانه اولا طریقه کلام و ادبتون رو بلد نیستید. مثل دیشب که مثلا میگفت هی این کلمات در میان صحبت کردن بزرگتر چه رسد به یک عالم بسیار بد هست، بسیار بی‌نزاکتی هست. اولا شما نزاکت رو بلد نیستید، بعد مصلحت رو نمیدونید، بعد وضعیت جامعه رو نمیدونید، با وضعیت زمان رو باید بسنجید. این نیست که به جناب شیخ حمله بکنید بعد پشت سر به من حمله بکنید و چیزهای بدی بگید. دوما من به اینها جناب شیخ بزرگوار عرض کردم که الان بیشتر دوره مکی هست تا دوره مدنی. شما نگاه بکنید اکثر مسلمانان ما به کفار بماند، اکثر مسلمانان ما توحید را بلد نیستند. 99% مسلمان ما که نماز میخوره اون یکی کار انجام میده، روزه میگیره، هنوز وارد توحید نشده، توحید رو نمیدونه، ارکان توحید رو نمیدونه، ارکان کلمه رو نمیدونه، شرایط رو نمیداند. ما نیاز داریم که بیشتر توی این قسمت کار بکنیم. باز میخوام مثل گروه طالبان فرض بکنید، اینها 20 سال جنگیدند که ما به خاطر اسلام میجنگیم، حالا آمدن بزرگترین دشمن موحدین شدن. اگر کسی از قرآن و سنت بگوید سرش رو میبرن. چرا میبرن؟ به خاطر اینکه اینها قرآن و سنت را به فهم مذهبشون فهمیدن، نه به فهم سلف صالح، نه به فهم صحابه، نه به فهم خود رسول الله علیه السلام. این دوستان هم مثل همونها دارن انجام میدهند. دوستان توجه بکنید، شما خودتون رو منتسب میکنید به دولت اسلامی و چیز دیگه، توجه داشته باشید. با علما هم نشینی بکنید، حرف علما را ببینید، حرف علما را بسنجید، از علما راهنمایی بگیرید. اون چه که جناب شیخ فرمودند که سنت رسول الله علیه السلام
در جهاد این است که شما پیران را، زنان را، دختران را، کوچکان را نکشید. این گفته شیخ نیست، گفته الله و رسوله. چرا به شما بد میخوره؟ بدتون میخوره چون خلاف سلیقه خودته. مگر دین سلیقه‌ای هست که چون جناب شیخ اینجوری گفتن پس ما خلاف سلیقه ما بوده جناب شیخ بر علیش کتاب می نویسیم و فلان میکنیم؟ نکنیم. ما مسلمان ها، ما موحدین، اینجا حواسمون باید باشه که نمیدانیم آیا شما دشمن هستید در لباس دوست اومدید و یا دوستان نادان هستید. از این دو حالت خارج نیست. یا دشمنید از طرف اطلاعات جهانی اومدید وارد به نام اسلام شدید در لباس دوست، و یا دوستان جاهلید که نمیدانید. در هر دو صورت توجه بکنید. گوش کن عزیز من، گوش کن، نوبتت رو رعایت بکن عزیز من. شما هنوز گفتم ادبیات رو بلد بشو، نوبتت که رسید از جناب شیخ اجازه بگیر بس صحبت بکن. شما گوش کن این رو. خب شما هنوز سنت از کلامت مشخصه، از لحنت مشخص که هنوز جوونی. خب تا عالما رو، تا رهبر ندانی خودت رهبر نمیشی. هیچ کس از پیش خودش رهبر نمیشه بدون فهم قرآن، بدون فهم سنت. اون هم از علمای خود، علمایی که طرفدار قرآن و سنت به فهم سلف صالح هستند، اونها رو میشه راهنما قرار داد. مثلا میگم جناب شیخ المدنی حفظه الله اینجا ننشستن، رفتن حدود 20 ساله که در منطقه وحی یاد گرفتن، اونجا زحمت کشیدن تا این را فهمیدن. اما شما متاسفانه من و شما نشستیم در خونه، خودمون رو عالم‌تر از جناب شیخ بدونیم، فتوا میدیم، فتوا میدیم، هی به من پیام میدید. این نیست، توجه بکنید. هیچ موحدی نیست که از جهاد خوشش نیاد، هیچ مسلمانی نیست که از جهاد بدش بیاد، نعوذ بالله. منکر جهاد رو ما کفر میدونیم، اما شرایط جهاد رو بر اساس دستور الله و رسول باید در نظر بگیرید. من بازم تأکید که دیشبم گفتم، بازم میگم عزیزان، جوانان احساساتی نشوید، با فهم جلو بروید. اگر نماز ما، اگر زکات ما بر اساس فهم قرآن و سنت نباشد، به روش سلف امت ما، نمازمون صحیح نیست. جهاد مثل همینه. شما اگر با علما ننشینید، حرف علما رو گوش ندید، از کجا باید بدونید که اسلام چی گفته، جهاد یعنی چه؟ حداقل گوش بدید. جناب شیخ گفتن مصلحت رو در نظر گرفتن که آقا اگر 150 نفر 200 نفر از روسیه کشته شدن، افراد مثلا پیری، جوان فلانی، اما از اون طرف ما هزاران موحد رو، مسلمان رو از دست متاسفانه دادیم. هر جا به نام تروریست در کسی ریش داشته باشه میگیرنش، هر که به نام اسلام داشته باشه میگیرنش، مساجد رو میبندن. بهانه ای شده دست اینها، بهانه دادیم متاسفانه بدون تدبیر، که الان میگیرن جوانان رو، مسلمانان رو، به نام مسلمان هی زندانشون میکنن، هی شکنجهشون میدن، هی میکشن. متاسفانه تبلیغات جهانی هم بر علیه مسلمانان هست به نام تروریست و امثال الفاظ. چرا ما بهانه دست اینها میدیم؟ چرا بهانه دست کفار میدیم؟ یکی به نصیحتگران خودمون که میشناسیم در علم جناب شیخ، در توحید جناب شیخ، در تقوای جناب شیخ، در فصاحت کلام ایشان، هیچ موحدی شک ندارد. اما متاسفانه شما میایید با تجربه کمتون یا با علم کمتون، با سن کمتون، احساسات فراوانتون، متاسفانه میایید و حمله میکنید. چرا عزیز من؟ مگر شما بیشتر اسلام را از اون دوست دارید؟ نه والله. من شما اونقدر که اسلام دوست داریم، به والله من قسم یاد میکنم جناب شیخ بیشتر از ما اسلام دوست دارن. در منطقه اسلام بوده، خودش به خاطر اسلام هجرت کرده، به خاطر اسلام خانواده رو رها کرده، به خاطر اسلام منطقه خودش رو رها کرده. عزیز من شما هنوز زحمتی نکشیدیم. چرا اینها رو پس پا بزنیم؟ چرا به اینها توجه نباید بکنیم؟ چرا رو احساسات باید کار بکنیم؟ من و شما همه بازم تکرار میکنم که منکر جهاد رو ما کفر میدونیم. جهاد از اساس و پایه اسلام و دستورات اسلامی هست، اما زمینه رو باید فراهم بکنیم. الان دوره، بازم تکرار میکنم، دوره مکی است. جوان من و شما، پیر من و شما، زن و دختر من و شما نیاز داره که توحید رو یاد بگیره، اسلام رو یاد بگیره، تزکیه رو یاد بگیره. نمیشه. بازم میگم اگر چنانچه ما الان بیایم فرض کنید حکومتی تشکیل جای گرفتید بدیم، مثل حکومت طالبان میشه، دوباره همون به نام اسلام ضد اسلام میشه. من نمونه نمیگم، خوب حواستون جمع بکنید. کشورهای به نام جمهوری هستن، به نام اسلامی هستن، متاسفانه شما از اسلام نمیتونید در اونها چیزی بگید. چرا؟ چون قبل از جهاد تزکیه نشد، قبل از جهاد لا اله الا الله به اونها گفته نشد.
ارکان توحید رو نفهمیدن. عزیزان من عجله نکنید، احساساتی نشوید. بیایید خودمون یاد بگیریم، به دیگران یاد بدیم. مکی رو پیاده بکنیم. به والله تا مکی پیاده نشود مدنیت و مدنی، یعنی خود اون زمان مدنی 10 سالش به وقوع نخواهد پیوست. درسته دوستان، نماز الان اینجوری شده، فرض شده. درسته نماز فرض شده، روزه فرض شده، اما اون بنده خدا که مسلمان است 80 سال 90 سال عمرشه، کمتر و بیشتر، هنوز روش نماز رسول الله رو بلد نیست. چرا؟ چون از مرز توحید وارد نشده، هنوز نمیدونه توحید چیه، هنوز نمیدونه طاغوت چیه. پس باید طاغوت را شناخت و روش مبارزه با طاغوت را یاد گرفت. عزیزان من، احساساتی برخورد نکنید. به والله اینو میگم، روزی فرا خواهد رسید کن زمان نمیدونه ما زنده باشیم یا نباشیم، افسوس بخوریم که ای کاش این کلمات رو ما به جناب شیخ و امثال اینها نبایستی میگفتیم. نذارید که تجربه بر روی ما حاصل بشود. ما از تجربه دیگران استفاده بکنیم. عزیزان، اون تجربه که دیگران کردند و شکست خوردن ما اون رو تکرار نکنیم. حکومت اسلامی به اصطلاح در عراق تشکیل شد، اما ما با احساسات رفتار کردیم، حرکت کردیم، متاسفانه بهانه دست دشمن دادیم، بدون که زمین سازی بکنیم، بدون که مکی رو اجرا بکنیم، همه چیز رو از دست دادیم. الان جایی برای نشستن نداریم، جایی برای گفتار نداریم. چرا؟ از همین کارهای بی تدبیرمون. ما نمیگیم شما خدا نکرده برخلافید، نه، اما حرکات شما بدون حکمت. عذر میخوام این کلمه رو میگم، باید حکیمانه رفتار کرد. عزیزان، با علما نشست، حکمت رو، حکمت دین، روش جهاد، روش فهم قرآن و سنت از علمای قرآن و سنت فهمیده می شود، نه از علمای اهل بدعت. ما باید تشخیص بدیم کسی که در بین ما هست آیا دوست یا دشمنه. بسا سالها بوده که این اتفاق افتاده هست، ما فکر کردیم این بسیار دوسته، در صورتی که اون اجیر دشمن بوده. ما هنوز این تشخیص رو باید لای نازک رو در نظر بگیرید. اینجا هست که علمای خودمون رو تشخیص بدیم، نه اینکه بیایم فقط شمشیر رو برداریم، اشداء علی الکفار رو اشداء علی الرحما بکنیم، اشداء علی المسلمین بکنیم. نه، این دو نکته رو، اشداء علی الکفار رحما بینهم رو تشخیص بدیم. این بدون فهم قرآن و سنت از طریق علمای قرآن و سنت قابل قبول هست و قابل فهمه، و در غیر این صورت ابدا امکان نداره. عزیزان من، بیایم از تاریخ درس بگیریم، از تاریخ شکست خودمون درس بگیریم. بسیار از موحدین همین کارو کردن، شکست خوردن. چرا دشمن بر ما پیروز شد؟ چرا جغرافیاهای ما رو گرفت؟ چرا تاریخ ما رو حمله کرد؟ چرا جوانهای ما بازیچه قرار داد؟ به خاطر اینکه میاد متاسفانه از احساسات جوانان ما استفاده میکنه. چرا ما بر احساسات سواریم؟ چرا عقلانیت رو کنار گذاشتیم؟ اینه که میان متاسفانه همین دشمن میاد ای بر احساسات جوان ما سواره، از طریق احساسات پیران ما رو به حرکات متصوفانه گیر داده. متاسفانه شما نکنید مثلا پیرمرد شده، پیرزن شده، از طریق نعت خوانی و شعر خوانی فلان معلق میزنن. جوان ما احساساتی شده، خود بر خود عالم خودش حمله میکنه. احساسات رو کنار بگذاریم، عالمانه بیان برخورد بکنیم، تا زانو در مقابل علمای قرآن و سنت نزنیم. عزیزان، ما جهاد رو بر اساس فهم قرآن و سنت نمیدانیم، و جهادی که بر اساس قرآن و سنت نباشد عزیزان، اون جهاد قابل قبول نیست. همچنان که نماز ما بر اساس روش رسول الله علیه السلام نباشد نماز نیست. چرا احساساتی هستید؟ بیایید به علما احترام بذاریم. علما چیزی گفتن آقا این حرکت بر اساس روش رسول الله نبوده، ما دیگه تیغ رو بکشیم، شمشیر رو بکشیم، زبان رو بکشیم، تو چرا اینجوری گفتی، تو فلان کردی، فلان کردی؟ آیا خودمون میدونیم که مثلا آیا علم به اندازه 1/100,000 علم جناب شیخ میرسه؟ ابدا نمیرسه. اما احساسات ما متاسفانه ما رو جاهل، عذر میخوام این کلمه میگم، بسیار عالم فکر میکنیم ما عالمیم، اما نمیدونیم بزرگترین جاهلیم، در جهل مرکب سواریم. دوستان خوب توجه بکنید، دشمن در کمین هست، دشمن در بین ما هست، نمیگذارد که موحدین ما حرکت بکنه. کنید با این تیر چندشون زده شد. جناب شیخ بسیار در سای موحدانه بسیار خالصانه بیان میکردن، اما جوانای متاسفانه جوانای ما احساساتی شدن و اون بحث رو کنار گذاشتن، الان گرفتار اون چه شدن که فلان میکنه. چرا عزیزان؟ به علما احترام بذارید. علمای صحیح وارث نبی علیه السلام هستند. نکند فردا روز قیامت در مقابل الله و رسول چه بگیم که ما نفهمیدیم؟ اون جهل عذر نمی شود. بیاییم
شما را به خدا، همه ما موحدین، همه فدای قرآن و سنت هستیم، فدای جهاد هستیم. هیچ مسلمانی نیست که از جهاد مسلمان برادر جهادش در قسمت آفریقا، شرق، غرب خوشحال نشه. اما عاقبت را بسنجید. چرا مفسده بشه؟ چرا مصلحت ما تبدیل مفسده بشه؟ چرا صد ذرایع رو در نظر نباید بگیرید؟ اگر 5% سود بکنیم، چرا 95% جوان ما از دست بره؟ همه جهان رو برای خودمون دلیل بذاریم برای آزمون ببرن. این به خاطر این است که ما با حکمت نیستیم. عذر میخوام، خودم میگم با حکمت نیستیم. چرا نیستیم؟ چون با حکیمان و علمای با حکیم ننشستیم. اگر حکیم چیزی میگوید ما بدون فکر بکنیم و در قالب احساسات عکس العمل نشون میدیم. عزیزانم، به والله بالله ثم تالله همه ما طرفدار توحیدیم، طرفدار قرآنیم، طرفدار سنتیم، طرفدار علماییم. اما عجله نکنید عزیزانم، عجله نکنید، عجولانه برخورد نکنید. لعنت همه ما میگیم، لعنت بر پوتین، لعنت بر روسیه، لعنت بر شرق و غرب، لعنت بر دشمنان اسلام. اما این لعنت رو باید با تدبیر بریم جلو. از شکست، بازم تکرار میکنم، از شکست تاریخ از پشت سرمان عبرت بگیریم. بر حرف علمایمان باشیم تا زانو نزنیم در مقابل علمای قرآن و سنت. راه و روش پیروی از سنت رو بلد نمیشیم. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. همه شما رو به خدا میسپارم، احساساتی برخورد نکنید. عذر میخوام از جناب شیخ بزرگوار، الله رب العالمین شفای عاجل بدهند، الله ایشون رو در پناه خودشون حفاظت بفرماید. همه موحدین را، همه مجاهدین را رب العالمین در پناه خودش حفظ بکنه و همه ما را متوجه قرآن و سنت از طریق ارتباط با علمای ربانی مثل جناب شیخ ان شاء الله بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ العزيز، بارك الله فيكم. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي مما لا يعلمون وستر عیوبی مما لا يعلمون. من جناب شیخ دو سخنشونه که بسیاری ها شاید بعضی ها خطا فهمند یا بعضی ها نفهمند. دوره مکی گفتن شیخ چی معنی داره؟ اول توحید است. شیخ انمین خواستند که اول توحید است. توحید نداری جهاد تو باور کن، نه به خودت فایده دارد نه به امت. وقتی مکی گفتن همین است که تو اول توحید باید بیاموزی. بعض جوان ها به من میبرن میگن که تو خائن هستی. میگن، من میگم چرا؟ میگه به جهاد مردم تاجیکستان دعوت نمیکنی. این مسکین، این بی‌علم، این جاهل نمیفهمد که مردم تاجیکستان من کدام مردم به جهاد دعوت کنم؟ کدام مردم؟ همون بینماز، همون اشعری معترضی، همون مجوسی ملحدی که هست، یا یک چهار جاهلی که نمیفهمد، چهار جاهلی که نمیفهمد. انا این است که اول تو باید توحید تعلیم بدی. انا این دور مکی شد. بعضی ها فتح زمین رو، کشودن زمین، فتح زمین رو بزرگتر از فتح مغز میدانند، از فتح قلب. و بعضی ها فتح قلب رو بزرگتر از فتح زمین میدانند. اما باید دانست که هر دو مرحله جای خود رو دارد. پیش از همه فتح مغز هاست، یعنی پیش از همه این فکرهای باطل و کفری و شرکی که منتشر شدگی است در بین مردم، انا این ما باید نابود بکنیم. نابود کردن کفر و شرک از مغز و دلهای مردم، این از جهاد کمی ندارد. پاسبانی کردن اعتقاد، دفاع کردن اعتقاد، مغز مسلمان ها را از شبهات و از کفر و شرک بیرون کردن، کی میگوید که این جهاد نیست؟ اما کسانی که میگن که نه این عملی شما عملی جاهلانه است، شما این دعوت را یک طرف مانید، این آن، این البته جهل است. برای چی؟ برای که عاقبت با همین شکست شما است. مسئله دومی که شیخ گفتن حفظه الله، گفتن حالتی که شما دارید از دو حالت خالی نیست، یا جاسوس یا که دوستی به حکمت. بعضی ها من باوری دارم که خیلی که سوی تفاهم در بالای جمله های من کردن، تکفیر کردن. این جمله های شیخ رو هم سوی تفاهم میکنن، تکفیر میکنن. شیخ شما را نگفت که جاسوس هستید و اینان هستید. گفتند که وقتی که نظر میکنیم دو حالت است، سیوم حالت نیست. بله، شما یا موحدین و صادقین هستید یا یک مشکلی دیگر است در اینجا. هر کسی که برای جهاد میبرد همین دو راه داره، یا موحدین صادقین است یا بالاخره میبینی که گمراه و جاسوس و یا عقیده باطل یا خودش کت میرد. نمونه زیاد است. یکی از نمونه ها رو خود شیخ طالب ها را ذکر کرده که 40 سال و 20 سال به خاطر
گویا اسلام و دین جنگ کرده، حالا به خاطر 8 رکعت نماز تراویح رو خواندن تو را شاید به قتل رساند، به خاطر توحید که انیق به قتل میرساند. نشانه ابو عبیدالله متوکل رحمه الله برای ما بس است چگونه وحشیانه قتل کرد. برای همین سخنها رو، نصیحت ها رو علمای طالبین سخنی که میکنن به درستی فهمیدن، تا زمانی که به درستی فهمیدن یاد نگرفتیم از این سخن و از این دلیل ها و از این نصیحت ها استفاده نکردید، باور بکنید فقط مفسده به وجود میاد، فقط قتل و کشتار ناحق، تکفیر ناحق به وجود میاد. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی همه شما را حفظ بکنه. یک نفر به من گفتن که چرا هر کسی که میبرد بعضی انسان ها را جاهل میگید. برادر عزیزم، جاهل گفتن طعنه زدن نیست، جاهل گفتن یگان حقارت و دشنام و تحقیر هم نیست. در همین مسئله در حقیقت جاهل یعنی جاهل همین است که نادان است، علم ندارد. من چی بگویم؟ من عالمش بگویم؟ کسی که جاهل است اگر عالم بگویم خائن است، چی بگویم؟ آخر در این مسائل بزرگ، مسائلی که ربط به امت دارد، به میلیون ها امت ربط دارد، نخواد 4 آدم کوچه، 4 آدمی که علم نگرفته گپ زند من اینا جاهل نگفته علامه گویم، چی بگویم؟ کمتر به خود آید. اخیر جاهل جاهل میگن، عالم عالم میگن، طالب علم طالب علم میگن. هر یک چیز جای خودش باید گذاشته شود. هر یک چیز، هر نقطه جای بود، هر حرف یا هر حرف جای بود، هر نقطه مکانی میگن. حکمت همین است که هر یک چیز به جای خودش است. جاهل جاهل میگه، عالم طالب علم طالب علم میگه. فرق باید گذاشته شود. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله. شیخ یک سوال بود. و علیکم السلام برادر عزیز. من فکر میکنم با همین صحبت امروز را به پایان میرسانیم. بعد از این روز نصیحتی که شیخ کردند والله صادقانه بود. نصیحتی که یا سخنهایی که ما گفتیم صادقانه بود و هزارها علما و طالب علمی که در همین مسائل صحبت کردن صادقانه بود. والله کسی که کمی علم دارد، کمی رحم کردن میخواد میفهمد. من یک سخن ابن القیم الجوزی رو میگم و به همین سخن به پایان میرسم. ابن القیم الجوزی رحمه الله یک سخن عجیب میگن که این به من شما همین روز ضرور است که دانیم. اگر به فارسیش بگیم همین است که تو فکر نکن که ای گروه، ای جماعت، ای یک انسان مسلمان، ای یک فرد مسلمان موحد، هرگز تو فکر نکن که تنها فقط تو در این روی دنیا حق خواه هستی، تنها تو دوستدار قرآن و سنت هستی. هرگز این چنین فکر نکن. قدم اولی به گمراهی نمین است. در این امت خیرخواه، حق خواه، دوست دارندگان حق خیلی هم زیاد هستند که بسیاری اونها رو تو نمیدن. مشکلی نقطه گمراهی که قدم اولی گمراهی است، اولین قدم گمراهی انمی اینجا شروع میشد که کسی فکر کند که غیر از ما دیگر خیرخواه برای امت نیست. انمین قدم اولی گمراهی است. غیر از من دیگر حق گوی نیست کسی بگوید. قدم اولین گمراهی است. حق خواه، دوستداران حق، حق گویان، غم خورندگان به این دین والله در این امت زیادند، هزارها هستند. اگرچه قسم اونها را ما شناختیم و دانستیم و قسم اونها را ندانستیم. انا همین فکر نابود کنین. خصوصا نصیحت من همچون یک برادر شما به جوانان تاجیکستانی که مسلمان موحد است، به جوانان افغانستان مسلمان موحد است، این نصیحت من به شما است که هرگز با فهمیدن توحید، با آموختن توحید فکر نکنید که غیر از شما حق خواه نیست، غیر از شما توحید دوست دارنده نیست، غیر از شما حق گوینده نیست. این سخن باطل است. بلکه شما باید دانید که غیر از شما حق خواه، حق گوها، دوست دارندگان حق خیلی زیاد است. الله شما را حفظ بکنه. الله به همه موحدین نصرت و برکت بدهد.
ما با الله پناه میبریم از فتنه ظاهری باطن. خیلی که پیامبر دعا کردن که اللهم اننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها و ما بطن. چرا پیامبر این دعا کرد؟ انا اکنون میفهمید که فتنه چقدر خطرناک است. به فتنه وقتی که جهلا همراه شدند، حضرت عثمان به قتل رسیدند، حضرت علی را به قتل رساندند و چقدر مذهب ها فرقه ها به وجود آمد، همیش به سبب این جهل است. برای ما میگیم که اللهم اننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا تقبل منا عباداتنا وصومنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم شما را حفظ بکند، برکه بدهد. در پناه الله باشد برادر.